سلام علی جان، وقتت بخیر. چطوری رسول جان؟ خوبی؟ خسته نباشه. اه، خب دوستان خیلی ممنونم که مجددا این جلسه رو حضور داریم. جلسه جهت پاسخگویی سوال هستش که ما متاسفانه فرصت نشد تو جلسه اول جوابی رو از سمت علی جان داشته باشیم. ببخشید من یه برمیگردم این به بچه‌ها رو باید ساپورت کنم که چون این بشن از میخوام ازتون. نداشت. ما همونطور که قول داده بودیم سعی کنیم از ساعت همون 7 شروع کنیم. یه سری از سوالا رو علی جان من اینجا دارم و هایلایت کردم که از شما بپرسم، ممکنه یه سری تکراری باشه و اسکیپ کنیم سوالا. اگر بسیار اوکی هستیم ما شروع میکنیم. من یه توضیح داشته باشم خدمت دوستان. من اسامی نفراتی که سوالا رو مطرح کردن مطرح میکنم. اگر جایی نیاز به توضیح داشت میتونن جوین بشن، میکروفونشون رو فعال کنن و توضیحات تکمیلی رو داشته باشن تا بتونیم جواب در اختیار هستن علی جان داشته باشیم. خب صدای من اوکی هست دوستان؟ خب علی جان اوکی شروع کنیم؟ بله من خدمت شما هستم. خب سوال اول رو آقای سید محمد حسینی از مجموعه سیگنال پرسیدن که ببخشید عذر میخوام. فرشاد آقاجانی عزیز از گروه زر پرسیدن اینکه چگونگی ایجاد تغییر ذهنیت در مدیریت ارشد سازمان در خصوص پیاده سازی مدیریت عملکرد، پیاده سازی سریع فرآیند مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد. این چگونگی ایجاد این تغییر یه جوری تغییر ذهنیت براشون سوال هستش. ممنون میشم. عرض به خدمت شما که کار سختیه، یعنی اساساً حالا من دیدم که بعضی از در واقع دوستان میان، یا خیلی از در واقع دوستان، یا خیلی از شرکت‌ها میان برای اینکه ضرورت به قولی مدیریت عملکرد نشون بدن یا ضرورت ارزیابی عملکرد مثلا نشون بدن، میان وصلش میکنن به یه سری مثلا پاداش و اینا و از این طریق میگن که خب حالا این به قولی فرایند انگیزه ایجاد میکنه برای پرسنل و به قولی پاداشا مثلا منصفانه میشه و اینا، و با این توجیه میان با حالا مثلا مدیر عامل یا مثلا مدیر ارشد در واقع صحبت میکنن تو این حال و هوا که این خب شاید یک اینی یه پذیرشی از سمت اونا اتفاق بیفته، ولی خیلی به نظرم کارساز نیست، چون من حالا خودم عقیدم اینه که تا جایی که میتونیم ما چیزایی کمتری باید بحث کنیم به عمل کرد. خدمت شما عرض کنم که من اگه در واقع باشم اگه تو محیطی دارم کار میکنم که مثلا پرفورمنس منیجمنت خیلی بهش اعتقادی نیست، بشینم در واقع وان با مدیرا صحبت کنم، حالا من اچ آر یا من اچ آر بیزنس پارتنر، و بهشون بگم که یعنی به باورشون برسونم که این یه ابزاری تو دست تو، و اگه من میگم که آقا مثلا بیا این هدف گذاری رو، این مثلا اگریمنت رو مثلا پر کن، تکمیل کن، اینجا مثلا وان آن وان برو اونجا فیدبک بده، تهش برای نیست که من اچ آر یه سرگرمی داشته باشم تا 4 تا کار انجام بدم. این برای توه و این کار راحتی هم نیست این که مثلا من اچ آر اینا رو به این باور برسونم. گاهی نیاز مثلا از یه آدم بیرونی بشنوم، گاهی نیازه که مثلا یه آدمی که روشون نفوذ داره، یا مثلا نمیدونم اگه شما بتونید مثلا مدیر عامل همراه کنید، مدیر عامل در واقع این حرفا رو بزنه یا مدیر عامل بخواد که این اتفاق بیفته، خب خیلی راحت تر میشه. کلا از این چنج منیجمنت، حالا توی چنج منیجمنت هم خب ما ابزار مختلفی و حالا
به قولی استفاده میکنیم و یعنی یه سلوشن هم نداره. اول این که کار سختیه و دو این که عرض به خدمت شما باید حالا سلوشن مختلف رو به کار گرفت. ولی این که من برای این که بیام حالا مثلا حمایت مدیرا رو بگیرم یا توافقشون رو بگیرم، بیام اون سیستم رو بس کنم به مثلا پاداش و نمیدونم هر، یعنی حالا اون سمت قضیه رو من دارم میگم که خیلی دیدم که حتی میام مثلا وام رو بس میکنم به عمل کرد، مزایا رو بس میکنم به عمل کرد، نمیدونم مثلا خدمت شما عرض کنم که پاداش و بونس و کارانه و افزایش حقوق و همه اینا رو میان بس میکنن به عمل کرد و از این طریق سعی میکنن عمل کرد و مدیریت عمل کرد رو مهم بکنن که بتونن حالا عرض به خدمت شما حمایت مثلا مدیر عامل یا مدیران ارشد رو روش بگیرن که من خیلی با این موافق نیستم، چون اون طراحی اساسا کار نمیکنه. اون طراحی خیلی در واقع طراحی به قولی بروز و درستی در واقع نیست. حالا خیلی این کاری بروز بودنش ندارم، خیلی طراحی درستی نیست. من سعی کردم میذاره خلاصم در واقع جواب بدم رسول جان. مرسی، ممنونم. دیگه باید بریم سمت بحث چنین منیجمنت، حالا مدلایی که هستش رو بتونیم تو سازمان خودمون استفاده کنیم. سید محمد حسینی از مجموعه سیگنال پرسیدن که این سوالشون خیلی سوال کلی هستش، اینکه مدیریت عملکرد در یک شرکت کوچیک مثلا زیر 50 نفر از کجا آغاز میشه؟ دومین سوالش هم مدل های مدیریت عملکرد بر اساس تجربه آمدن یا تئوری؟ ما حتما باید بر اساس یک مدل پیش برویم؟ اگر خودمان بر اساس مسائل شرکت و با نگاه به آینده‌ای که ترسیم کرده ایم به یک مدل مدیریت عملکرد برسیم، میتواند تئوری ها را زیر سوال ببرد؟ من از آخر به اول بیام. اول این که ما اصلا یعنی مدلی تحت مدل مدیریت عملکرد نداریم. یعنی الان هر چیزی که هست، یعنی شما کتابا رو می‌بینید، مقالات رو می‌بینید، ادبیات اینا رو می‌بینید، همه یه سایکل رو دارن نمایش میدن و اون سایکل هم با حالا ست کردن انتظار و هدف گذاری و اگریمنت و با هر تایتلی که بگیم شروع میشه، با فیدبک هم در واقع تموم میشه. نه اصلا اینجوری نیست که ما بگیم که باید از یک مدل خاص در واقع پیروی کنیم یا مثلا یه مدل خاصی پشتش باشه. اصلا اینجوری نیست. زمینه که ما خیلی هم گفتم مثلا مدل نداریم تو مدیریت عملکرد و چیزایی هم که حالا مثلا میگه آرمسترانگ اینو میگه، گری دستر اونو میگه، فلان شرکت اینو میگه، اینا همشون یه حرفو دارن میزنن. این یک. دو اینکه نه تنها مدیریت عملکرد بلکه تمام چارچوب‌های خوبی که الان مثلا ما تو مدیریت داریم یا دارن کار میکنن، یا مدل‌های خوبی داریم که دارن کار میکنن، یا نظریه‌های خوبی داریم که دارن کار میکنن، بازم نگیم تمامشون، ولی اکثرشون از تجربه اومدن و ایوالوینگ هم هستن. یعنی همچنان داره روشون ریسرچ میشه، همچنان داره روشون کار میشه. مثلا امروز راجع به OKR یه سری مثلا به قولی نگاه‌هایی وجود داره، یه سری نقدهایی وجود داره و داره روش ریسرچ هم میشه. 5 سال بعد، 10 سال بعد ممکنه که این روی کرد در OKR زیر سوال بره و مثلا بگن که خب این نتایجی مثلا نداره یا مثلا نمیدونم نتایجش خیلی ضعیفه، دارک سایدش مثلا اینه و عرض به خدمت شما که زیر سوال ببرن. پس یک، ما ملزم نیستیم که حتما از مدل استفاده کنیم. اون چیزی که برامون کار میکنه مهمه. یه شرکت 50 نفره با یه شرکت 1000 نفره به نظر من خیلی تو مدیریت عملکرد تفاوتی نداره. یعنی ما تو مدیریت عملکرد از مدیران میخوایم که عملکرد آدماشون رو در واقع مدیریت بکنن، گفتگوی در واقع چیز داشته باشن، گفتگوهای مداوم و پیوسته داشته باشن، به خوبی فیدبک بدن، به خوبی ارزیابی رو انجام بدن. خیلی تفاوتی نمیکنه به لحاظ منطق کار. این منطق یکسانه ولی توی اجراش طبیعتا خیلی تفاوته. مثلا شما توی شرکت مثلا 1000 نفره به اون راحتی که مثلا توی شرکت 50 نفره این فرآیند رو ران میکنی در واقع نیست. و شما توی شرکت بزرگ مثلا حتما باید پلتفرم داشته باشی، بدون پلتفرم مثلا کارت پیش نمیره. شاید مثلا توی شرکت 50 نفره، شرکت 30 نفره با پورس لاین هم کارت را بیفته و مثلا 4 تا به قولی سروی طراحی کنی یا سوال و جواب اتفاق بیفته، کار جمع بشه. ولی اگه شرکت تعدادش داره بزرگ میشه، شما تو اجرا قطعا متفاوته. ولی منطق کار
خیلی تفاوتی نداره بین شرکت بزرگ و شرکت کوچیک. ما از مدیران میخوایم که عملکرد آدماشون رو در واقع منیج بکنن و مدل های خوب، تئوری های خوب که اثر گذارن عمدتاً، نمیگم همشون، عمدتاً از تجربه میان. ما نظریه خوب کمی داریم یا مدل‌های خوب کمی داریم که اینا زائیدی ذهن یه اندیشمندی یا آدمی مثلا یه چیزی باشن. اکثر در واقع نظریه‌ها و مثلا مدل‌های خوب، مدل‌هایی که کار میکنن از پرکتیس دارن میان و مداوم دارن روشون ریسرچ میشه، یعنی ایوالوینگ اصطلاحاً. بسیار عالی، ممنونم. بهناز خداداد از زرین‌رویه پرسیده که سوال اولش این هستش که اون مدلی که تو ذهن شما هسته شرکت‌هایی رو میشناسید دقیقاً از همون مدل ساختار استفاده کنن؟ ببینید من یه مدل در واقع دو تا در واقع چیز هست، روی کرد هست توی مدیریت عمل کرد. خب یه روی کرد اینه که حالا چیزی که من به قولی بهش باور دارم یه روی کرد اینه که دست مدیرا رو باز میذاریم و مدیرا قدرت زیادی توی این بحث مدیریت عمل کرد دارن و ما صرفا ازشون میخوایم که مثلا وان رو در واقع برن فیدبک بدن و خیلی توی کارشون خیلی نظارتی روی کارشون در واقع نداریم. فرض میکنیم با مدیران خیلی بالغی سر و کار داریم و بیشتر سعی میکنیم این پاورشون کنیم که اونا خودشون مدیریت عمل کرد انجام بدن. یه حالت دیگه، یه در واقع سر دیگه طیف اینه که من یه پروسه مدیریت عمل کرده خیلی خیلی چیز داشته باشم، چارچوب من داشته باشم و من اچ آرم استپ بای استپ کیر بکنم که مدیرا و آدما و به قولی افراد توی این پروسه شرکت میکنن. محتوا رو خیلی کاری ندارم بهش، ولی اینکه این استپ داره انجام میشه و به خوبی داره اتفاق میفته رو اینو ولی کیر میکنم. اینم پس یه سر دیگه ایه. یعنی من چارچوب میدم به مدیرا، میگم تو همین چارچوب مدیریت عملکرد رو انجام بدید. اون سر دیگه که اولی کار گفتم، عرض به خدمت شما، من به مدیرام صرفا در واقع ایمپاورشون میکنم. یه خیلی وارد این نمیشم که مثلا تو چطور هدف گذاری میکنی، تو چطور مثلا اگریمنت ست میکنی، تو چطور در واقع وان وان ست میکنی و صحبت میکنی، چطور فیدبک میدی، چطور ارزیابی میکنی. خیلی دیگه واردش نمیشم. این روی کرد خیلی حالا روی کردیه که اصطلاحاً دیسنترالایز شده، خیلی غیر متمرکز شده. من برای شرکت‌های حالا خودمون که خیلی شرکت‌های در واقع بالغی نیست، رویکرد خیلی غیر متمرکز رو توصیه نمی‌کنم و میگم رویکرد باید متمرکز باشه. یعنی یه چارچوبی باید داشته باشه و بگم توی این چارچوب در واقع شما مدیریت عملکرد رو انجام بدید. حالا و مدلی که توی حالا این در واقع چیز هست، یک مدیریت عملکرد متمرکز در واقع من دوست دارم و خیلی خوب میبینمش، ولی نمیگم که الزاماً عین اون باید کپی پیست بشه تو شرکت ها. یعنی ما باید کاملا حالا کاستومایز خودمون بکنیم، شرایط خودمون رو در واقع ببینیم و اینا. مدل در واقع گوگل هست، یعنی گوگل مشخصاً حالا توی مدل گوگل هم که نیست، یعنی بالاخره چارچوبیه یا نگاهی که مثلا گوگل و شرکت های شبیه گوگل مثلا به بحث مدیریت عملکرد دارن. مثلا ارزیابی ها باید نوشته در واقع توصیفی و نوشتاری باشه. ارزیابی عددی و خدمت شما عرض کنم کمی دیگه به اون شکل دیگه منسوخه، دیگه کسی انجام نمیده. و آره الان تو ایران من بخوام اسم ببرم اینه که شما میشناسید، مثلا گروه هزار دستان تقریبا اینجوری دارن، طبق حالا اون مدل دارن پیش میرن، با اون فریم ورک دارن پیش میرن. اسنپ به همین صورت، دیجیکالا به همین صورت، دیگه خدمت شما ما تو علی بابا باز به همین صورت. اکثر در واقع این چیز شرکتایی که و کار زمانبری هم هست، یعنی این مدل مدیریت عملکرد یا این فریم ورک مدیریت عملکرد ایرادش به زمانبر بودنشه، ولی همونقدر که زمان روش گذاشته میشه کیفیتش هم خب طبیعتاً بالاتر و قابل اتکاتر. بسیار. برای سوال دومش، برای تشکیل کمیته مدیریت عملکرد و فرهنگ‌سازی این فرآیند چه پیشنهاداتی دارید؟ چون من خودم به شخصه تا حالا کمیته تصمیم‌گیری در مورد عملکرد ندیدم.
اولا که اون کمیته باید آزمون و خطا بشه. یعنی توی این شرکت مثلا الگویی که مثلا کمیته‌ای که تو شرکت من کار میکنه تو شرکت شما کار نمیکنه. اعضاش معمولا از اچ آر هستن، اچ آر بیزنس پارتنر توی کمیته هست، مدیر ارشد اون دپارتمان هست. حالا بعضی از در واقع جاها میان کمیته رو کراس فانکشنال میکنن، یعنی میگن که از تیم‌های مختلف حضور داشته باشن توی اون کمیته. بعضی هم نه، مثلا اچ آر و صرفا مدیر مثلا ارشد اون دپارتمان. و ولی خب چیزی که من خودم توصیه میکنم میپسندم این که کمیته کراس فانکشنال باشه، چون نقش کالیبریشن رو داره دیگه. یعنی شما اون یک کمیته باید اون بالا داشته باشید که اینقدر گفتگو بکنن راجع به عملکرد، اینقدر راجع به ارزیابی عملکرد صحبت بکنن که یه نگاه کالیبر شده ای شکل بگیره، همه با یه لنز نگاه بکنن به عملکرد آدم. اگه میگیم یه نفر عملکردش فوق العاده بوده، فوق العاده یعنی چی؟ همه باید یک درک مشترکی از عبارت فوق العاده داشته باشن. این با یک کمیته کراس فانکشنال در واقع شکل میگیره. اینکه بالا جلب مشارکت و اینا بکنم، اگه من درست سوال متوجه شده باشم. ببینید مدیریت عمل کردی که مدیریت عمل کرد من اچ آر انجامش نمیدم. مدیریت عمل کرد کار مدیراست. من دارم طراحی میکنم، تسهیل میکنم و ایمپاور میکنم. طراحی، تسهیل کردن و ایمپاور کردن که اون بره انجامش بده. حالا اون در واقع اون که میگم منظورم لاین منیجر بره انجامش بده. حتی زمانی که من اچ آر نیستم، حتی زمانی که اصلا من توی عرض به خدمت شما کارش دخالت هم نمی‌کنم، اون به صورت خودجوش و درونی بره این کار رو انجام بده. خب این مستلزم چند تا اتفاقه و یعنی اون مدیر رو باید شما ایمپاور کرده باشه، این بلد باشه این کار رو انجام بده، بخواد این کار رو انجام بده، منافعش تو انجام دادن این کار باشه. همه اینا رو وقتی میذاریم کنار هم دیگه میبینیم که خب ما قراره خودمون انجامش بدیم. و ببینید شما میخوای رفتار بسازی دیگه. نگاه شما توی مدیریت عمل کرد میخوای الگوی رفتاری بسازی، میخوای کاری کنی که مدیر اصلا نخوای بهش بگی که فیدبک بده. به محض اینکه مثلا یه اتفاقی پیش میاد، یه موضوعی پیش میاد، میره فیدبکش رو میده، درست هم فیدبک میده، خوب هم فیدبک میده و صبر نمیکنه مثلا 1 ماه 2 ماه بعد بخواد مثلا توی یک موقعیت رسمی تر بده فیدبک بده. شما داری الگوی رفتاری ایجاد می‌کنی. الگوی رفتاری ایجاد کردن هم زمان بره. یعنی شما باید گاهی 3 سال 4 سال مثلا توی یه شرکت در واقع کار بکنید، اثر بذارید، با مدیرا صحبت بکنید تا عرض به خدمت شما یه اتفاق شکل بگیره. و از نظر من شکل دادن رفتارم شما باید به 3 تا موضوع در واقع توجه بکنید. یعنی یک، اون مدیر از نظر شناختی به این باور برسه که اصلا مدیریت عملکرد به کارش میاد. 2، عرض به خدمت شما که توانمندش بکنی که بتونه انجامش بده، یعنی سلف افیکسی داشته باشه اصطلاحاً. یعنی یا به قول آقای آیزن میگه که کنترل رفتاری ادراک شده داشته باشه. و 3، محیطم در واقع همراه باشه. محیطم یعنی اگه من مثلا میگم حالا خیلی ساده بخوام بگم، من میخوام مثلا جلسه وانمان برگزار کنم و کل شرکت اوپن آفیس، حتی یه دونه اتاق نیست که من بتونم توش در واقع وانمان برگزار کنم. خب من میخوام، محیط در واقع آماده نیست. یعنی شما باید محیط رو هم در واقع، محیط که میگم منظورم حالا فضای فیزیکی نیست صرفا، یعنی تمام ابزارهای لازم رو نمیدونم اینا رو به من بدی که من بتونم حالا اون کار رو در واقع انجامش بدم. و بعد رو مدیرا کار کردی، رو ذهنیتشون، رو شناختشون در واقع کار کرد. کار راحتی هم نیست. هرچی محیط سنتی تر میشه تغییر نگرش مدیرا سخت‌تر میشه. یعنی شما با آدمای جوان‌تر، آدمایی که معمولاً تو فضای به فضای تکنولوژی نزدیک‌ترن، حالا به هر نوعی، اونایی که به فضای تکنولوژی نزدیک‌ترن پذیرایی بالاتری دارن از این موضوع، پذیرش در واقع بالاتری دارن نسبت به این موضوع. احسان خسروی از گروه صنعتی گلستان پرسیده که بهترین روش فیدبک دادن به پرسنلی که عملکرد ضعیفی دارن پس از پایان جلسه سنجش عملکرد پرسنل چیست؟ ما بهترین روش فیدبک نداریم. یعنی بهترین مدل فیدبک نداریم و چیزهایی هم که تحت عنوان مثلا
مدل های ارائه فیدبک و اینا هست، من خیلی سطحی میبینمشون. خیلی فیدبک رو تبدیل کردیم به یه رسپی، فیدبک رو تبدیل کردیم به یه نسخه‌ای که مثلا بگیم آقا برو اینو مثلا اینجوری برو مدل SPI، برو مثلا اینجوری فیدبک بده، مدل نمیدونم دسک مثلا برو اینا کار نمیکنه متاسفانه. یک، فیدبک بهترین مدل فیدبک نداریم. دو، مدل‌های فیدبکی که هست به نظر من خیلی سطحی ان، حتی گاهی اینقدر مثلا تکرار شدن و مثلا مدل تو مدل در اومد و اینا، یه خورده زرد هم کرده این فضا رو. این فیدبک الان این روز توصیه بر اینه، توصیه غالب اینه که آقا شما توی جلسه فیدبک شفاف باش، تو د پوینت باش، صریح باش، اصل مطلب رو بگو. ولی من همیشه میگم فیدبک، حالا یه کوچولو می اشاره کنم بعد بریم سوال بعدی، این فیدبک 3 تا فاز زمانی داره. خب قبل از جلسه فیدبک، که این قبل از جلسه فیدبک میتونه مثلا 1 سال باشه، 2 سال باشه، 10 سال باشه، از زمانی که اون فردی که میخوای بهش فیدبک بدی برای اولین بار شما رو میبینه یا حتی اسم شما رو میشنوه تا خود جلسه فیدبک. این من بهش میگم بیفور د فیدبک سشن. این یه فاز زمانی. یه فاز دیگه خود جلسه فیدبکه، یه فاز دیگه بعد از جلسه فیدبکه. هرچی ادبیات شما راجع به فیدبک میبینید همش مال این در واقع جلسه فیدبک، راجع به فیدبک دادن هم هست. یعنی هرچی ادبیات و کتاب و نمیدونم توصیه و آموزش و اینا هست، همه میگن که آقا تو جلسه فیدبک چطور فیدبک بدهیم. هیچ کس راجع به قبل از جلسه فیدبک صحبت نمیکنه که آقا من چطور اعتماد ایجاد بکنم، چطور فضای امن روانشناختی ایجاد کنم، چطور مثلا فضای رادیکال کندر رو مثلا تو تیمم ایجاد کنم که روزی که خواستم برم فیدبک بدم اون آدم به خیرخواهی من اعتماد داشته باشه، اینقدری با هم راحت باشه که بتونه یه فضای سیف روانی بین اون باشه، بتونه دغدغه‌شو مطرح کنه. اینقدری عرض به خدمت شما بین ما این موضوع شفاف شده باشه که آقا عمل کرد، ما راجع به عمل کرد و راجع به کار شوخی نداریم، این فضای رادیکال کندر در واقع حاکم باشه. اینا مال قبل از جلسه فیدبکه، مال عرض به خدمت شما اون فاز در واقع اوله. ولی ما الان فیدبک رو خلاصه کردیم به داخل در واقع جلسه فیدبک. اگه مدیر یاد نگیره چطور اعتماد بسازه، حالا شما مثلا بهش بگو که همه مدل رو هم مثلا با هم بکار نمیدونم بهترین مدل فیدبک مثلا فلان با این میشه لقلقه زبان، کار نمیکنه، اون فیدبک اثر نمیذاره. ببین من اینو بگم حالا رد بشم ازش، ما 3 نوع ریاکشن داریم نسبت به فیدبک: ریاکشن شناختی، ریاکشن عاطفی، ریاکشن بیهیویرال. یعنی کاگنیتیو ریاکشن، افکتیو ریاکشن و بیهیویرال ریاکشن یا ریسپانس. فیدبکی از نظر من اثر بخشه که هر 3 نوع واکنشش مثبت باشه. یعنی فرد به لحاظ شناختی فیدبک رو بپذیره، بگه فیدبک درستیه، به نسبت به عمل کرده من، نسبت به رفتار من وارده، نمایندگی میکنه رفتار منو. به لحاظ هیجانی عاطفی عرض به خدمت شما ارتباط خوبی برقرار کنه، به همش نریزه اون فیدبک، نمیدونم مثلا پرخاش نکنه، اشک نریزه، نمیدونم ناامیدش نکنه، اثر هیجانی بدی روش نذاره. و 3 از همه مهمتر منجر به یه واکنش یا یه تغییر رفتار باشه. اینو من بهش میگم فیدبک اثر بخش و این مربوط میشه به بعد از جلسه در واقع فیدبک. یعنی اثر بخشی فیدبک رو ما بعد از جلسه فیدبک میبینیم، ولی قبل این اثر بخشی زمینش توی فاز 1 و 2 شکل میگیره. از نظر من حالا بخوام خلاصه کنم، این توی این 3 تا فاز 80% اهمیت مال قبل از جلسه فیدبک، 10% کار تو جلسه فیدبک، 10% هم در واقع بعد از جلسه فیدبک. شما باید در واقع اون فاز قبل از جلسه فیدبک رو در واقع برای یعنی به مدیرا یاد بدید که چطور اعتماد ایجاد کنن، به مدیرا یاد بدید که چطور فضای امنی ایجاد بکنن که یه روزی حتی اگه فیدبک رو مثلا از مدل SPI هم استفاده نکردن، سیچویشن بیهیویر ایمپکت هم نگفتن، خیلی هم مثلا درب و داغون رو با لحن بدی گفتن، من به اون مدیر اینقدر، من به مدیرم اینقدر
اعتماد داشته باشن که بگم آیا خیر منو میخواد، حالا اعصابش خورده مثلا داره یه جوری با من داره صحبت میکنه. ولی اگه اعتماد نباشه، ظاهر کار باشه، مدل اس پی آی باشه، فلان باشه، کار نمیکنه. این در نهایت اثر لازمو نمیذاره و منجر به تغییر رفتار نمیشه، منجر به واکنش رفتاری نمیشه. حالا بحث فیدبک واقعا خیلی مفصله، من سعی کردم خیلی خلاصه و اینا بگم. مرسی. ولی فکر کنم احسان دستشو بلند کرده و تو کام موضوعی می‌خواست مطرح کنه. احسان جان بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام، وقت بخیر. بله. مرسی، سپاس از شما جناب آبروشن عزیز. مرسی واقعا. پیروی حال جلسه اول من سعی کردم که تو جلسه دوم باشم حتما. مرسی، جواب منو درست دادید تقریبا اونجوری که خودم هم دوست داشتم. اینجوری بگم بهتره. خیلی خوبه که چارچوب نداشته باشیم، واقعا اینو میپسندم که چارچوبی وجود نداشته باشم، مدل خودمون رو داشته باشیم. اما ببینید تمام این مباحث محوریتش فیدبکه. یعنی ما هر چقدر بشینیم مدیریت عملکرد بنویسیم، تا وقتی نتونیم که اون رو به قول معروف به کسی که داریم عملکردش رو میسنجیم بهش بگیم که آقا ما خیرخواه توییم، فایده نداره. این سوال خیلی مهمه. اگر ما اون نحوه رو بلد نباشیم، کل پروسه مدیریت عملکرد ملغاست. یعنی من باید بدونم آقا کسی که ضعیفه و دلم میسوزه واسش، دوست دارم بیارمش بالا و حتی بعداً براش برنامه داشته باشم، به چه نحوی بدم. نمیتونم بگم این مدل کار نمیکنه اون کار نمیکنه. یه مدلی به هر حال باید باشه واسه آدمی که ضعیفه و نمیگم رو حد همشون، رو حد اکثر جواب میده. اون مدل حد اکثری رو من میخوام علی حقیقت بدونم که چیه. مرسی ازتون. اختیار دادی. منم باید موافقم احسان جان که فیدبک اون جاییه که عرض به خدمت، یعنی همه تلاشایی که تو مدیریت عملکرد اتفاق میفته در نهایت تو فیدبک خلاصه، یعنی نقطه اثر بخشی تو فیدبک است. این رو من در واقع قبول دارم. اگه یه مدل رو بخوام بهت معرفی کنم، من ترجیحم برای اینه که خیلی مدل معرفی نکنم و بیشتر کانسپت رو بگم. ولی اگه قراره یه مدل معرفی کنم، مدل کانکت رو ببینید از خانم تامرا چندلر. بهتر از یعنی مدل‌های دیگه است، کاملتر از مدل‌های دیگه است. مدل کانکت تی آخرش تراسته و میگه که در واقع یک عرض به خدمت شما فیدبک خوب ریشه در واقع تراست، یه ابریویشنه. سی اچ کانتکست، او اچ مثلا وان thing، من نمیدونم مثلا ان اولش در واقع نوتیس، ان دومش مثلا نو گریت، یا حالا اونم خودش یه ابریویشنه. اگه بخوام یه مدل معرفی کنم که مثلا این مدل رو به مدیراتون بدید دیگه آقا مثلا از این مدل استفاده کنید، من مدل کانکت رو پیشنهاد میکنم. ولی عرضم این بود که بیش از این که ما یه مدل بدیم به آدما و رهاشون کنیم، مثلا من اسم میگم یه چاقو میدی دست بچه، خب، و میگی که مثلا برو دیگه برای خودت مثلا این میوه رو مثلا پوست بکن، و یه بچه 2-3 ساله مثلا. من نگاهم این شکلی، به خاطر همین گفتم که مدل خیلی در واقع من نمیپسندم و اینا. و اصل داستان اونه که اون مدیر یاد بگیره چطور اعتماد سازی کنه. اون مدیر، من یه چیز درست کردم به اسم پیاز فیدبک، اینو خودم در واقع ایده پردازی کردم. گفتم آقا شما فیدبک سطحی ترین در واقع لایه اون پیازه. تو دل شما باید کامیونیکیشن بلد باشی، یعنی قبل از هر چیزی باید ارتباط گرفتن رو بلد باشی، ارتباط مؤثر ایجاد کردن رو بلد باشی، یعنی بتونی منظورت رو به درستی منتقل کنی. یه لایه بالاتر بحث اعتماد سازیه، بلد باشی چطور اعتماد ایجاد کنی تو محیط کار، نسبت در واقع آدم‌های دیگه، نیروهات، پیرهات، مدیر مافوقت، اینا به چطور بده اعتماد بکنن، چه کار بکنیم که بهمون اعتماد بکنن. یه لایه بالاتر سایکولوژیکال سیفتیه. اعتماد و سایکولوژیکال سیفتی با هم دیگه فرق میکنن. من به مدیرم اعتماد دارم ولی ممکنه که اینقدری در واقع بینمون فضای امنی وجود نداشته باشه که من راحت بتونم دغدغه‌هامو در واقع شیر بکنم. یه لایه بالاتر رادیکال کندره و آخرین لایه رو من در واقع بهش میگم فیدبک. و اون لایه‌های دیگه مربوط میشه به، یعنی از کامیونیکیشن تا در واقع رادیکال کندر مربوط میشه به فاز قبل از جلسه فیدبک. مدیرا باید از این نظر قوی بشن و باید روشون کار بشه تا بتونن وقتی رفتن تو جلسه فیدبک حالا مثلا از مدل کانکت استفاده کنن و اثر بذاره و حالا اثر بخش باشه، حالا ریاکشن
به قولی کاگنیتیو، افکتیو و بیهیویریال اون طرف مثبت بشه. مرسی، سپاس ازتون. پس اونجوری که متوجه شدم اول ما باید یک فضایی رو ایجاد بکنیم که اون فضا به طلبی که ما تو اون فضا بیایم یه میتینگی رو بذاریم و تو اون میتینگ بیایم فیدبک بدیم. حالا خیلی پس پیش زمینه داره در واقع، یعنی ما اگه پیش زمینه رو نچینیم نمیتونیم اصلا یه مدیریت عملکرد درستی داشته باشیم. دقیقاً. ببین مدیریت عملکرد در واقع مدیریت عملکردی که الان تو دنیا راجعش صحبت میشه و میگن مثلا این مدیریت عملکرد خوبیه، 80% سافته، 80% نرمه، اما از جنس فرهنگه، از جنس الگوی رفتاریه. 20% از جنس سیستم و مثلا نمیدونم استپ و پروسه و نمیدونم ایناست. یا اینجوری بگم 80% اهمیتش در واقع اینجاست. یعنی شما اگه اونو ایجاد بکنی دیگه ما بقیش دیگه خیلی کاری نداره. مرسی ازتون و مرسی از سورسی که معرفی کردید. متشکرم. مثلا همیشه سلامت باشید. نازنین علی اکبرزاده از هاستیران پرسیده که در مورد توافقنامه‌های عملکردی توضیح دهید و اینکه چطور میتونیم با توجه به اینکه در قرارداد پرسنلی معمولا بحث عملکردی درج نمیشه، الزام عملکردی و پرداختی برای طرفین را حذف کنیم. این تیکه دوم بخونی، متوجه نشدم. با توجه به اینکه در قرارداد پرسنلی معمولا بحث عملکرد درج نمیشود، الزام عملکردی و پرداختی برای طرفین را حذف نمود. اگه من منظور رو گرفته باشم، عرض به خدمت شما که بود بعضا اینجا هم مدل نداری، یعنی اینکه توافقنامه به چه صورت باید باشه و اینا خیلی مدل نداریم. ولی اگه من بخوام یه چیزی معرفی کنم، حالا واقعا من همیشه پرهیز میکنم، اینو بگم، من واقعا پرهیز میکنم از این که مدل معرفی کنم، نمیدونم مثلا فریم ورک معرفی کنم، چون این آدم محدود میکنه. یعنی کانسپت مهمتر از در واقع اون ابزاره. ولی اگه میخواید در واقع یه مثلا فرم داشته باشید، پرفورمنس اگریمنت من دیدم که خوبه. یعنی اگه دنبال فرم در واقع میگردیم اون خوبه، ولی مدل HBR نیست. نگیم مثلا در واقع این مدل مثلا هاروارد بیزنس ریویو، این فرمه که در واقع جای مختلف شما میبینید. تو توافقنامه یا تو اون اگریمنت مهم اینه که حالا اصلا حتی اگه مثلا به اون شکلش عمل مکتوبش هم نکردیم، بیشتر حرف اینه که من انتظاراتو به نیروم بگم، دیالوگ باشه، یک سویه نباشه، درفت اول رو خود طرف بنویسه، چیزی که خود اون در واقع همکار میاد مینویسه به مراتب تعهد بیشتری داره، نسبت اینگیجمنت بالاتری خواهد داشت نسبت زمانی که من بهش دیکته میکنم. خدمت شما عرض کنم که منابع و محدودیت‌ها و ریسک‌ها رو همون اول صحبت بکنم. یعنی هر چقدر جنگ اول در واقع شدیدتر بهتر. یعنی چیزی نباید به قولی ابهام داشته باشه برای من و هر چقدر شفافتر در واقع بهتر. همین، ما مدل در واقع نداریم تو بحث توافقنامه. اگه اون تیکه دوم درست متوجه شده باشم، ببینید ما وقتی یه آدم رو استخدام میکنیم انتظارمون یک acceptable performance هست. خب حالا چه بهتر که من توی اون مثلا جلسه مصاحبه اگه خودم دارم استخدام میشم به حالا اون مدیر یا به اون آدم بگم که آقا چه اتفاقی بیفته، میگی که مثلا علی آبروشنیج موفق شده. اگه استخدام شدم ازم نپرسیدن، تو روزای اول برم بگم که آقا من مثلا 3 ماه بعد چی میخوای از من، 2 ماه بعد چی میخوای از من، چه اتفاقی بیفته میگی من شکست خوردم، چه اتفاقی بیفته میگی من مثلا موفق شدم. و اگه این طرفی میز نشستیم، خب طبیعتا انتظارات رو همون اول کار مشخص بکنیم. یعنی توی مصاحبه ما یه چیزی داریم به اسم Realistic Job Preview، یه مفهومی داریم که اصلا RJP. ما یه پیشنمایش واقع بینانه از شغل توی اکثر مصاحبه با آدما نمیدیم. یعنی طرف میاد بعد عرض به خدمت شما توی مصاحبه یه چیزی براش ترسیم شده، حالا به هر دلیلی ما حتی اخلاقی هم نیست. یعنی من اون
جنبه‌های اکسپریانس و جنبه‌های مثلا منابع انسانیش هم کنار بذارم، خب این آدمه مثلا باید بدونی که آقا کجا داره میاد، اینجا چه جوریه، چه انتظاراتی ازش هست. من خودم ترجیحم برای اینه که جلسه مصاحبه مثلا راندهای مصاحبه حتی یه راند اضافه بهتون گفتم ریالیست فقط اون راند من صحبت کنم تو راند. ببین آقا ببین داریم یه علی بابا این شکلیه ما محدودیتامون ایناست، خوبیامون ایناست، همه رو با هم ببین و بیا. و این طبیعتا خب خیلی کمک میکنه. و اگه انتظارات برآورده نشد، یعنی اومد انتظاراتم من بهش گفتم، یه RJP هم دادم و یه پیشنمایش واقع بینانه هم بهش دادم و اومد و انتظارات محقق نکرد، عرض به خدمت شما که خب توی حالا با اون قراردادی که مثلا ما داریم، عرض به خدمت شما قرارداد تمدید نمی‌کنیم باش. ولی اینکه توی قرارداد بتونیم بیاریم این رو خیلی رایج نیست. اداره کار و قوانین کار ما هم خیلی توی حداقل برای نالج ورکرها خیلی این رو چیز نمیکنه، خیلی حمایت نمیکنه، خیلی نمیشه اینقدر شفافش کرد که شما بتونید مثلا خیلی اثبات کنید که این آدم مثلا عملکردش ضعیفه پس من میخوام مثلا اخراجش بکنم. مگه اینکه نمیتونم خیلی بالا مثلا موضوع انضباطی و رفتاری و اینا باشه، خدمت شما عرض کنم که مکتوبش کنید و نمیدونم درج پرونده و فلان و اینا، که حالا من خیلی هم به اون فضا مسلط نیستم، ولی عرض به خدمت شما این فضای حالا شکایات و نمیدونم اداره کار و اینا. ولی اون چیزی که کار میکنه اینه که من توی مصاحبه و در بعد ورود انتظارات شفاف بکنم و قراردادام ترجیحاً اگه مثلا شک دارم به اون آدم قراردادام کوتاه مدت باشه. بسیار عالی. هدا برهانی از MCI Next پرسیده که نکاتی که در فرآیند مدیریت عملکرد در سازمان‌های با بلوغ پایین باید در نظر داشت چیست؟ ساده باشه. نه تا میتونید از پیچیدگی مثلا سادگی هم عرض به خدمتشون، یعنی مثلا ضرایب مختلف، امتیازهای مختلف، نمیدونم مثلا تا میتونید ساده برگزار کنید. بهتره که تو بستر پلتفرم باشه. بعد خدمت شما عرض کنم که خودتون مدیرا رو آموزش بدین، یعنی تو شرکتایی که کوچیکن خود اچ آر و خود بچهای اچ آر میتونن مدیرا رو در واقع یا مدیرای میانی رو آموزش بدن، شاید اینکه خودشون روی فرآیند مسلط شده باشن. و همین ساده، سبک و عرض به خدمت شما کم هزینه. هومن شریعت از آریا ساسول پرسیده که در خصوص چند تا سوال داره، من همه رو میخونم که در خصوص هدف گذاری شاخصهای کیفی که ملاک ارزیابی دقیقی برای اونها نمیتوان تعیین نمود، به ویژه شاخصهای رفتاری، چه متدهای جدیدی برای بنچمارک وجود داره؟ دست اینو جواب بدیم. بله. من اگه درست سوالا متوجه شده باشم، ما معیار ارزیابی عملکرد دوستان نداریم. ما معیار ارزیابی عملکرد نداریم. هر چیزی هم که هست در واقع سبک اشتباهی که الان تو شرکت‌های ما هست. مثلا میگیم که معیار، مثلا میگیم که نمیدونم کیفیت کار، کمیت کار، نمیدونم مثلا نظم در کار، نمیدونم روحیه کار تیمی. اینا اصلا یه نکته من بگم، عملکرد شایستگی نیست. یعنی ما شایستگی رو به جای عملکرد ارزیابی نکنیم. خیلی از شرکت ها رو من میبینم، یعنی عرض به خدمت شما شاید مثلا حتی این تو شرکتایی که در واقع تو همین جمع در واقع هستیم، من میبینم که یعنی خودتون در واقع چک بکنید، میبینید که شایستگی رو داریم به جای عملکرد داریم ارزیابی میکنیم. یه لیستی از شایستگی ها رو ارزیابی میکنیم و میگیم که مثلا عملکرد این آدم اینه. من همیشه مثال رونالدو رو میزنم، میگم رونالدو وقتی که از منچستر در واقع اومد توی النصر، برای انتخابش و برای قراردادش و برای پولی که در واقع بهش دادن رزومه‌شو نگاه کردن، ولی وقتی میگن عملکرد رونالدو توی فصلی که گذشت چی بوده، نمیگن 5 تا توپ طلا داره، نمیدونم بدنش یه بدن یه جوون 30 ساله است میتونه برگردون بزنه، یا یه دونه برگردون به بوفون زده مثلا خیلی فلان و اینا.
میگن که شما توی فصل گذشته چند تا گل زدی، چند تا پاس گل داشتی، ها چقدر روی موفقیت تیم اثر گذاشتی، چقدر کانتریبیوشن داشتی توی موفقیت تیم. عملکرد یعنی این. ما چون عملکرد رو نمیتونیم ارزیابی کنیم یا نتونستیم سیستمی درست کنیم که عملکرد رو درست ارزیابی کنه و مدیرا رو پایبند کنیم بهش، مشارکت مدیرا رو روش بگیریم، توافق بگیریم، کار خودمون راحت کردیم. 4 تا شایستگی گذاشتیم، گفتیم که در واقع حالا خیلی خیلی حرفه تو اینا. خب حالا ما معیار ارزی عمل کرد در واقع نداریم، اگه من سوال درست گرفته باشم. سوال دومش در خصوص ارزیابان عملکرد، پیشنهاد و رسم در سازمان‌های بزرگ که فلت نیستن. ببخشید. ارزیابی باید توسط چه شخصی انجام شود؟ یعنی بهتر است توسط چه شخصی انجام شود؟ مثلا یک کارشناس منابع انسانی رو باید یک کارشناس ارشد منابع انسانی ارزیابی کند، یا همون کارشناس که زیر نظر یک کارشناس ارشد کار میکند را سرپرست، رئیس یا مدیر آن واحد باید ارزیابی کند؟ حال اگر فرض حال اگر فرض کنیم که کارشناس منابع انسانی رو کارشناس ارشد ارزیابی کند، آیا مدیر در صورت لزوم باید اجازه داشته باشه که در نمره ارزیابی عمل کردی که کارشناس ارشد به کارشناس داده رو دستکاری کم یا زیاد کند؟ نمره هم نمیدیم. یعنی من با نمره دادن و امتیاز دادنم به کل مخالفم. حالا اینم خیلی دلیل داره که باید با هم دیگه بحث کنیم و صحبت کنیم و اینا. من ولی توی یه عبارت بخوام بگم، برای اینکه ارزیابی‌ها واقعی بشه، ببین یه زمانی میگفتن ارزیابی‌ها اگه می‌خوایم دقیق باشه بریم عدد بدیم. الان دیدن که اون اتفاق نمیفته. اتفاقا عدد رو میذاره جلوی مدیر، از 100 میده 90 95 رد میشه. اتفاقا باید ارزیابی کیفی باشه. اتفاقا باید بنویسه، چون وقتی نوشت دیگه نمیتونه چرت و پرت بنویسه، دیگه نمیتونه امتیاز در واقع امتیازو میتونه بالا بده، کسی ازش ادله یا شواهدی یا چیزی نمیخواد. ولی وقتی بهش گفتی که آقا بنویس، میدونه که این نوشته رو یکی میخونه و نمیتونه بگه مثلا یه آدم شغل قمر کرده مثلا توی 3 ماه گذشته. درست شد؟ و این از این که ما امتیاز و اینا به قولی الان سیستمای در واقع خوب و بروز و اینا از پرهیز میکنن از امتیاز و ارزیابی یا توصیفی، نوشتاری و اوییدنس بیس شده. خدمت شما عرض کنم که یه سوال یه بار اولش رو بخوام یادم بیاد چی بود موضوع؟ در خصوص ارزیابان عملکرد پیشنهاد و رسم گرفتم. میگیم اصطلاحاً اینجا میگیم که welcome more voices to the conversation، یعنی آدم‌های بیشتری رو تو ارزیابی بیاریم، یعنی فقط مدیر مستقیم ارزیابی نکنه. و عرض به خدمت شما، ببین یک نمیگم ارزیابی 360 تا، یک پیر ریویوی در واقع کاملی اتفاق بیفته. یعنی من زیر دستم در واقع کامنت بده، نمیگم باز امتیاز بده یا ارزیابی بکنه، کامنت بده راجع به عمل کرده من. پیرهام در واقع کامنت بدن راجع به عمل کرده من. مدیر مستقیمم کامنت بده و این بعد این در یه خود ارزیابی هم اتفاق بیفته. حالا خود ارزیابی هم من ترجیح میدم نگم مثلا بگم سلف ریفلکشن. حالا به قول یه دوستی در واقع این عبارت خیلی عبارت بهتریه، سلف ریفلکشن. یه خود ارزیابی، یک سلف ریفلکشنی هم وجود داشته باشه، همه اینا کامل بشه، بعد حالا مثلا در اختیار کمیته قرار بگیره. یعنی من سلف ریفلکشن رو انجام میدم، پیر ریویو روی سلف ریفلکشن من اتفاق میفته، مدیر مستقیم هم کامنتش رو میده، میگه با توجه به این شواهد و اینها مثلا عرض به خدمت شما من با عملکرد این آدم اوکی هستم یا اوکی نیستم، یا مثلا فراتر از انتظار رفته، در حد انتظار بوده و اینا. بعد این در اختیار کمیته قرار میگیره، همه ارزیابی‌ها جمع میشه، کمیته میبینه تک تک و حالا فاینالایز میکنه، نهایی میکنه. ارسلان سلطانی عزیز از اسنپ پرسیده که در خصوص پرفورمنس منیجمنت تفاوت اون با پروموشن حقوق با توجه به چارت سازمانی و دغدغه‌های تجربه طولانی مدت همکاری با اشخاص بدون پروموشن با توجه به استاف‌های چارت سازمانی بیشتر صحبت کنید. خود سوالو نگرفتم، فقط
متوجه شدم که موضوع در رابطه با پروموشن و پرفورمنس. ببینید پرفورمنس ببخشید و استاپ شدن چارت سازمانی. آها فهمیدم. یه سرنخ‌های از سوال در واقع گرفتم. اولا که پرفورمنس از پروموشن جداست، یعنی باید جدا باشد. ببینید پرفورمنس یکی از ورودی‌های پروموشن، خب ولی پرفورمنس پروموشن نیست، پروموشن هم پرفورمنس نیست. پروموشن هم نباید به صورت خطی و فرمولی وصل باشد به پروموشن. یعنی نگیم آقا عملکرد شما این شد پروموت میشوی، عملکرد شما این شد پروموت نمیشوی. خب اینجوری نباید ببینیمش. ما بگیم آقا عملکرد، ببین عملکرد تا کجاست؟ تا مدیریت عملکرد تا اونجایی که عملکرد آدما مشخص میشه روی یک در واقع طیفی، یه در واقع توصیفی از عملکرد اون آدم ما در میاریم، بهش فیدبک میدیم و تمام. مدیریت عملکرد اینجا تموم شد. دیگه مابقی میره توی سیستم، یعنی ادامهش دیگه این که من از نتایج این مدیریت عملکرد کجا استفاده کنم اون سیستمای دیگه است. حالا تو پروموشن ما میگیم عملکرد یکی از ورودی هاست، یه ورودی که پتانسیل طرفه، یه ورودی دیگه عرض به خدمت شما نگرشه اون طرف، یه ورودی دیگه ایمپکتیه که در واقع گذاشته روی حالا کار و سازمان و اینا، و اونا رو هم در واقع باید ببینیم. حالا یه جایی میرسه که شما میگه آقا تو ساختار سازمانی دیگه ساختار من مثلا توی پوزیشنی فلت میشه و جای رشد دیگه وجود نداره. تلاش میکنن. ببین من میگم تلاش شرکت هاست که وقتی که شما به لحاظ عمودی نمیتونی در واقع رشد بکنی، تلاش شرکت هاست که یک کریر پسی جلو شما میذارن، میگن که باشه شما نمیتونی بشی مثلا از مدیر نمیتونی بشی معاون، مثلا از نمیدونم کارشناس مثلا نمیتونی بشی مدیر، ولی من مثلا یه مسیر جلوت میذارم، مثلا بهت میگم مثلا اسپشیالیست، بعد بهت میگم سینیور اسپشیالیست، بعد بهت میگم مثلا اکسپرت، بعد بهت میگم پرینسیپال، حالا هر در واقع تایتل دیگه. این کریر پسه نقش مسکن رو داره. خب نقش ببینید طول عمر، یعنی ماندگاری آدما توی شرکت ها الان تو بهترین شرکت دنیا دیگه زیر 2 ساله. خب و شرکت ها میان وقتی که طرف به چیز میرسه، به سقف حالا پوزیشن خودش میرسه به لحاظ تایتل و اینا، یک کریر پاسی میذارن جلوش که به امید این که این 2 سالو بکنن 2 سال و نیم، به امید این که این 2 سالو بکنن 3 سال. یعنی اگه شما یه روزی هم خواستین ببینید که اصلا کریر پس سازمان شما کار میکنه یا کار نمیکنه، باید ببینید که آیا منجر شده که میانگین ماندگاری شما بیشتر بشه. یعنی من الان فرض کنید که توی سازمانی هستم که کریر پس ندارم، اما باید ببینم اگه مثلا امروز یک کریر پسی آوردم، آیا میانگین ماندگاری آدما رو رشد میده؟ آیا آدما دیگه مثلا به جای 2 سال مثلا 3 سال میمونن چون امید دارن که مثلا اینجا رشد بکنن؟ ولی تهش اون کریر پس هم طرف اگه مثلا خیلی این کاره باشه زود به انتهاش میرسه و بازم شما با یه فلاتی در واقع مواجهی و اونجا دیگه مثلا عرض به خدمت شما هی سعی میکنن که شغل رو مثلا این ریچ بکنن و شغل رو مثلا تقویت کنن، ماهیتش رو که بازم فرد بمونه، یا مثلا با حقوق سعی میکنن که فرد رو مثلا نگه دارن. ولی با این حال این رو باید بپذیریم که گاهی دیگه شما به تهش میرسی و هیچ راهی هم در واقع برای توسعهش نیست و شما باید سازمان رو در واقع عوض بکنید، یا اون آدمی که در واقع به اینجا رسیده باید توصیه کنید اینجا دیگه برو دیگه، اگه واقعا دنبال رشدی دیگه اینجا دیگه من کاری نمیتونم انجام بدم، ته مسیر شغلیت رسیدی، حقوقت هم بیشتر از این نمیتونم افزایش بدم، شغلت هم بیشتر از این نمیتونم این ریچ بکنم، اما مسئولیت دیگه نیست که بهت اضافه بکنم، کار همینه، این کار است. حالا اگه دنبال رشد خودت هستی طبیعتا باید از اینجا قلمرو تو باید عوض بکنی. فرید عظیمی از دیجیکالا پرسیده که 2 تا سوال داره. چگونه اپروچ اخیر آقای دیوالریش رو که موضوع اوتساید این هست رو در فرآیندهای مدیریت عملکرد لحاظ کنیم؟ لطفاً راهکارهای اجرایی ارائه شود. روی این سال بمونیم یا سال دوم بخونم؟ خیلی کلیه، این خیلی کلیه. من عرض به خدمت شما که ببینید
واقعیت اینه که وصل کردن HR به در واقع بیزنس و نشون دادن این، ببین شما میتونی وصل بکنی ولی اگه بخوای اثباتش کنی خیلی کار سختی. خب یعنی دیگران باید در واقع این رو عرض به خدمت شما خودشون ببینن و درک بکنن و بگن اوکی. ولی اگه از شما بخوان که آقا اینو اثباتش کن که مثلا روی بیزنس من مثلا مدیریت، مثلا اینجوری بگم، مثلا بیا سازمانی بیاد بگه که شما از وقتی مدیریت عمل کرد و ران کردی چقدر مثلا روی فروش و نگه داشته من مثلا اثر گذاشته، مثلا روی فروش من چقدر اثر گذاشته، روی نگه داشته آدما چقدر اثر گذاشته، فلان کرده. شما نمیتونید رابطه علت معلولی برقرار بکنید. تهش همبستگیه. یعنی اگه بتونی حتی اینو نشون بدی، باز همبستگی علیت رو نمیتونی نشون بدی. و اگه من حالا در واقع منظور فرید رو درست گرفته باشم که حالا اولریچ معمولا عرض به خدمت شما با این نگاه در واقع صحبت میکنه که ما اچ آر رو به بیزنس وصل بکنیم. اگه منظور اینه، من به نظرم یه چیز باطلی هم هست به نظر ما، یعنی اینکه ما توی تلاش باطلی در واقع نیفتیم. گاهی عرض به خدمت شما که به قول یه دوستی، مثلا من یادم میاد یه جایی من 360 انجام میدادم، بعد خدمت شما عرض کنم که بعد از اون 360 برنامه لیدرشپ دیولپمنت داشتم با اون حالا دوستمون که به قولی مسئولیت توسعه مدیرا رو داشت. گفتم که خب مثلا ما یه سری کاری برای مدیرا انجام میدیم، بعد از 6 ماه چجوری متوجه بشیم که اینا رشد کردن؟ گفت خب یه ابزارت همین 360 است که مثلا داری انجامش میدی. گفتم خب فراتر از این چطور؟ گفت همین که شفاهی مثلا بگن آقا فلان مدیر مثلا دیگه داد نمیزنه، فلان مدیر مثلا کانفلیکتای تو تیمش کمتر شده، همینو کافیه دیگه. دنبال مثلا نمیدونم فکتای عجیب غریب مثلا فلان نگرد، چون اینا دور باطله و مثلا انرژی خلاصه بیش از حد گذاشتن برای اینکه نشون بدی که مثلا آره من کاری که انجام میدم منجر به یه سری اتفاقات مثلا فلان و اینا میشه. همین که درک آدما بر این باشه که اچ آر همسو با بیزنس داره در واقع تقویت میکنه و شفاهی هم در واقع شما فیدبک خلاصه مثبت میگیری از اقدامات و کارا و اینا، به نظر من در واقع کافیه. خیلی دیگه دنبال اون رفتن من خیلی توصیه نمیکنم، چون رابطه علی شما نمیتونی نشون بدی. تو اچ آر خیلی فاصله داره با در واقع تو زنجیره ارزش با اون خدمت شما خط مقدم بیزنس. هزار تا علت در واقع هست برای افزایش فروش. شما چجوری میخواید نشون بدید که مثلا مدیریت عملکرد چطور روی فروش اثر گذاشته و رابطه علی داشته؟ تحتش هم بستگی رو میتونید. حالا اگه عرض به خدمت خب فرید خودش اینجاست و منظور دیگه از این کامنت داشت، حالا خودش بگه ممنون میشه. فکر کنم فرید امشب نداری. حالا بریم رو سوال دوم، این که در سازمان‌هایی که ساختار سازمانی ترایب دارن و به صورت شبکه‌ای و ماتریسی در ارتباطن چگونه مدیریت عملکرد رو پیاده کنیم؟ با چه روی کرد؟ همون پیر ریویوی که خدمتتون عرض کردم. ببین شما هر چقدر که پوزیشنت، یعنی هر چقدر که پوزیشن اون فرد ارتباط بیشتری با تیم‌های مختلف، با آدم‌های مختلف داره، باید از اون قاعده بیشتر استفاده کنید که welcome more voices to the conversation. یعنی آدم‌های بیشتری روی کار من کامنت بدن و راجع به کیفیت من در واقع نظر بدن. هر چقدر که یه وقتی هم هست ممکنه که من مثلا نمیدونم یه کاری دارم تنهایی، یه گوشه دارم مثلا یه کاری دارم انجام میدم، کلا من مثلا با 2 نفر بیشتر در ارتباط نیستم. خب همون 2 نفر رو کار من نظر میدن. ولی اگه یه آدمی دارید که مثلا با این نفر تو سازمان در ارتباطه، مثلا 15 نفر و 20 نفر مثلا در ارتباطه و اینا ذینفع استیک هولدر کارش هستن، اونا باید نظر بدن روی کارش، کامنت بدن. رویا فراهانی پرسیده که مدیریت عملکرد با هوش مصنوعی چگونه امکان پذیر است؟ ببین هوش مصنوعی چند جا رو کمک میکنه، ولی تهش عرض به خدمت شما که کار خود مدیره. یعنی شما مثلا توی توافقنامه ست کردن، توی اگریمنت ست کردن خب هوش مصنوعی کمک میکنه. توی خدمت شما عرض کنم که حالا بریم جلوتر،
توی خود ارزیابی مثلا کمک میکنه. البته الان نه، خب یعنی بریم جلوتر یه خورده باز هوش مصنوعی از این به قولی از اینی که هست در واقع قوی تر بشه، شما میتونید فکت ها و اینا مثلا بهش بدین و عرض به خدمت شما که تو ارزیابی بهتون کمک بکنه، یا مثلا توی فیدبک دادن بهتون مثلا یه تمپلیت بده که مثلا به همچین آدمی با همچین مشخصاتی مثلا چجوری فیدبک بدیم. و هوش مصنوعی الان تمرکزش خیلی رو اچ آر نیست، یعنی به نظرم یکی از آخرین جاهایی که تحت تاثیر قرار میگیره اچ آر، چون ماهیت اکثر در واقع موضوعاتی که ما داریم، یعنی اگه بخوایم رو اچ آر اثر بذاره اول جذب استخدام به نظر، این جذب استخدام جایی که خیلی تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیره، ولی سایر حوزه‌ای که نیازمند ارتباطی هست، نیازمند یک ارتباط انسانی و به قول رد و بدل کردن احساس و عاطفه و اینا هست، اونجا همچنان در واقع خود مدیرا و خود ما هستیم. محمد سامنی از بنیاد سمت پرسیده که چگونگی اتصال مدیریت عملکرد به جبران خدمات و همینطور کدام یک از متدهای متداول برای سازمان ما کاراتر است. ببین من تهش رو میگم، شاید خیلی فرصت نباشه که باز کنم چرا، ولی من میگم 3 تا موضوع رو بیشتر وصل نکنید به عملکرد. 1 پروموشن، یعنی این پروموشن حتما باید وصل باشه به عملکرد. وصلم باشه یعنی ورودی بگیره، یعنی اینجوری ورودی بگیره. 2 تمدید قرارداد، حالا مدت زمانش رو مثلا 1 ساله، 6 ماه، 3 ماه و اینا. و این سومی رو که خیلی توصیه نمی‌کنم، ولی اگه مجبورید که در واقع این کار رو انجام بدید، افزایش حقوق ابتدای سال، چون اینو زیر سواله. حالا یعنی دنیا خیلی قبولش نداره، منم خیلی قبول ندارم، ولی خب میگم دیگه حالا اگه مثلا خیلی مجبور بودید اینم انجام بدید طور نیست. بهش میگم مریت پی یا مریت اینکریس. اگه یعنی عبارتش رو گفتم که بتونید در واقع روش سرچ بزنید، مریت پی یا مریت اینکریس، که شما میگید که افزایش حقوق سال جدید تابعی از عملکرد سال گذشته است. اون دوتای اول رو در واقع بسط بکنید. این سومی رو من روش در واقع خیلی تاکید ندارم. اگه سهام میدید، سهام هم بهش وصل کنید. یعنی اگه شرکتی هستین که سهام میدیم به پرسنل، عرض به خدمت شما که این مبالغ، حالا اون تعداد سهامی که میخواین بدین و اینا رو میتونید به عملکرد آدم‌ها متصل کنید. بسیار اگه اشتباه نکنم سید از گروه هستین پرسیده که بهترین روش برای مدیریت عملکرد نیروهای تک و دیولپر. خیلی فرقی نمیکنه که بگیم حالا مثلا دیولپرها مثلا با مارکتینگیا خیلی فرق دارن، با اچ‌آریا خیلی فرق دارن. همون مدلی که خدمتتون عرض کردم، حالا باز میگم من ترجمه که اسم مدل رو در واقع نیاوردم، رویکرد گوگل توی مدیریت عملکرد رو من توصیه میکنم. فاطمه تقوایی صدرادژ آسمانه پرسیده که برای اجرای موثر ارزیابی عملکرد چطور میتوان ارتباط موثر با کارکنان برقرار کرد؟ چگونه میتوان تضادهای بین کارکنان را مدیریت کرد؟ و یه سوالم پرسیده که بهترین نرم افزاری که سراغ اینو معرفی کنید در این خصوص. نرم افزار آخر کار بگم، اول سوال رو درست متوجه نشدم. این نرم افزار خوب الان که من قبولش داشته باشم الان ما نداریم، حالا متاسفانه، ولی هستن یه چند تایی حالا دارن کار میکنن فعلا. سیمور هست، نظماران هست، اینا رو من دیدم که حالا دارن کار میکنن، ولی اون چیزی نیست که در واقع من باشون اوکی باشم و به قولی قبولشون داشته باشم. خیلی جای بهبود دارن، نسبت به چیزی که باید باشن خیلی جای بهبود دارن. قسمت اول سوالشون هم این بود که برای اجرای موثر ارزیابی عملکرد چطور میتوان ارتباط موثر با کارکنان برقرار کرد و چگونه میتوان تضادهای بین کارکنان را مدیریت کرد؟ ببینید یه سیستم مدیریت عملکرد خوب چند تا ویژگی داره. یکی از ویژگی‌هاش اینه که پرسنل حس خوبی ازش میگیرن، پرسنل قبولش دارن، منصفانه تلقیش میکنن و خوبه که هر بار که ما مثلا مدیریت عملکرد رو اجرا میکنیم، فرض کنیم داریم 6 ماه این کار انجام یا 3 ماه داریم یا 1 سال داریم انجام میدیم،
هر بار که اجراش میکنم یه نظرسنجی کوتاه راجع به مدیریت عملکرد بفرستم. یعنی انتهای اون سیکل مدیریت عملکرد بگم که یه سروی مثلا 4-5 سواله آماده کنم بفرستم برای همه پرسنل. آیا شما فیدبک گرفتی، نگرفتی، از کیفیت فیدبکت راضی هستی، راضی نیستی، نمیدونم مثلا کیفیت گفتگو با مدیرت به چه صورته. و سوال آخرش آیا این سایکل پرفورمنس منیجمنتی که در واقع ما داریم اثر بخش در واقع میبینیش، یا اینکه مثلا باید جایش در واقع بهبود پیدا بکنه. اگه فیدبک بگیرید از آدما و مبتنی بر اون فیدبک یه سری کار انجام بدید، خب طبیعتاً گفتگو ایجاد میشه دیگه بین پرسنل. ما مدیریت عملکرد و گاهی فقط از سمت چیز میبینیم، از سمت مدیران میبینیم. خب اینم یک نگم اشتباه، ولی یه نگاه ناکامله. اینم یه نگاه ناکامله که ما الان داریمش. خیلی وقتا ما اگه میخوایم مدیریت عملکرد رو جا بندازیم تو سازمان، باید اتفاقا تمرکزمون رو خود پرسنل باشه. یعنی رو خود پرسنل باشه، یعنی پرسنل رو ترغیب بکنیم که آقا برو با مدیرت صحبت کن، بگو انتظارات رو در واقع بهت بگه. تو پایان 6 ماهگی مگه مثلا پروموشن نمیخوای؟ مگه نمیدونم مثلا افزایش حقوق نمیخوای؟ مگه نمیخوای اصلا رشد بکنی؟ نمیخوای توسعه پیدا کنی؟ برو بگو چه انتظاراتی در واقع ازت داره. برو ازش فیدبک بگیر، برو ازش نمیدونم مثلا بگو که آقا ارزیابی منو مثلا بهم توضیح بده. یه مطالبه گری توی پرسنل ایجاد بکنیم، بعد مدیرا مجبور میشن که بیان اصلا پای کارو در واقع کارو یاد بگیرن و برن در واقع مدیریت عملکرد رو انجام بدن. من دیدم شرکت‌های خوبی که گاهی برای فرهنگ سازی مدیریت عملکرد اتفاقا کمپیناشون رو روی خود پرسنل رفتن، یعنی تمرکزشون رو خود پرسنل گذاشتن، پرسنل رو مطالبه گر کردن که مدیریت عملکرد رو در واقع از مدیراتون بخواید، هدف گذاری بخواید، فیدبک بخواید، توضیح بخواید، شفافیت بخواید. و همین. حالا فاطمه حسینی از صنایع الکترونیکی علاوه پرسید که شایستگی رفتاری مشاور چگونه ارزیابی کنیم؟ فرهنگ سازی جلسات بازخورد عملکرد چگونه جاری کنیم که اثر بخش باشه؟ تیکه اول رو که عرض کردم خدمتتون، شایستگی رو به جای عملکرد ارزیابی نکنید. اصلا شایستگی نباید به عنوان بخشی از مدیریت عملکرد باشه. این خطای رایجی که وجود داره. یه کامنتی که در واقع میدن، میگن که شایستگی روی عملکرد اثرگذاره. بله، هوش هم روی عملکرد اثرگذاره. خب چرا هوش نمیسنجیم؟ چرا در واقع هوش رو به جای عملکرد نمیسنجیم؟ ببینید یه سری عواملی مؤثرن روی عملکرد، مثل هوش، مثل نمیدونم رزومه آدم، مثل تجربهشون، مثل نمیدونم توانمندیاشون، مثل شایستگیاشون. اینا اثرگذارن رو عملکرد. ما اینا رو نباید به جای عملکرد ارزیابی کنیم، ولی داره این اتفاق داره میفته. ما شایستگی، خود ما اچ آریا میریم یه فرم این دست مدیران میگیم که مثلا این شایستگی رو ارزیابی کن. این اتفاق کاملا غلط، 100% در واقع غلط. خیلی از شرکت‌های ما هم اسیر این موضوع هستن. یعنی من شاید نزدیک 100 تا شرکت من مثلا تو ایران از نزدیک فضای حالا اچ آرشون در واقع دیدم. خیلی از شرکت‌ها در واقع اینجوری هستن. عرض به خدمت شما که تیکه دوم سوالشون چی بود رسول جان؟ تیکه دوم سوالشون فرهنگ‌سازی جلسات بازخورد عملکرد چگونه جاری کنیم که اثر بخش باشه؟ ببینیم ما سه تا رول داریم تو فیدبک گیوینگ، فیدبک ریسیوینگ و فیدبک سیکینگ. ما فقط تمرکز کردیم روی فیدبک گیوینگ، یعنی آموزش دادیم که آقا برید چطور فیدبک بدید. هیچ وقت آموزش ندادیم که چطور فیدبک بگیرید. فیدبک ریسیوینگ هم یه سری قاعده‌ای داره، یه سری در واقع آدابی داره، و هیچ وقت هم آموزش ندادیم که چطور برید درخواست فیدبک بکنید. یا یکی نفر میاد به من فیدبک میده، من چه واکنشی از خودم در واقع نشون بدم. و فیدبک ریسیوینگ رو در واقع کار نکردیم بودم. اگه قراره که مثلا فرهنگ سازی کنیم، این سه تا رول رو با هم ببینیم و فیدبک سیکینگ رو خیلی روش مانور بدیم. اگه میخوایم فرهنگ فیدبک ایجاد کنیم توی سازمان، فیدبک سیکینگ رو روش مانور بدیم
و فیدبک رسیوینگ و فیدبک گیوینگ رو به آدما آموزش بدیم، یاد بگیرن که چطور. حالا ببین فیدبک، چرا میگیم اصلا فیدبک یه نوع سختی از گفتگوه. اصلا گفتگو خودش سخته به نظر من. گفتگو ما یه تعامل داریم، یکی از انواع تعامل گفتگوه و یکی از انواع سخت گفتگو فیدبک و همه هم ازش میترسن. یعنی فیدبک دادن ترسناکه، فیدبک گرفتن هم ترسناکه و آدما پرهیز میکنن ازش. شما باید یه فضا ایجاد بکنی که حالا آدما اینیبل بشن و برن کم کم در واقع آزمون خطا بکنن و شروع کنن با هم دیگه صحبت کردن. ولی عرض کردم توی صحبت اول که پیش زمینه در واقع فیدبک بسیار مهمتر از مدل فیدبک و چطور فیدبک دادن است. بحث اون حالا کامیونیکیشن و اعتماد سازی و سایکولوژیکال سیفتی و رادیکال کندر اونایی که با هم دیگه صحبت کردیم. ممنونم ازت. اکرم احمدی از تیپاکس پرسید که پیش نیازهای اصلی مدیریت عملکرد چه مواردی هست و همینطور قرارداد رفتاری چند مدل فرمت داره. تا یکم سوالش پیش نیاز خاصی نداره مدیریت عملکرد، فقط خوبه که شما برای ببینید اون تیکه هدف گذاری یا ست کردن انتظار مدیریت عملکرد که ابتدای کار اتفاق میفته، اون از سیستم هدف گذاری یا سیستم مثلا جهت‌دهی سازمان ورودی میگیره. اونو شما داشته باشه طبیعتا بهتره. مثلا اگه تو منیجمنت سیستم سازمان شما چیه، مثلا اگه با OKR دارید منیج میکنید سازمانو، خب این OKR میتونه ورودی سیستم مدیریت عملکرد شما باشه. خوبه که اینو باشه، ولی اگه نباشم خیلی به قولی آسیبی نمیزنه. بازم اون سیستم مدیریت عملکرد میتونه طراحی بشه و کار بکنه. محمد مهدی دهقان از کاریزما پرسیده که از چه مدل مدیریت تغییر برای پیاده سازی مدیریت عملکرد در سازمان تا حالا استفاده کردید؟ چالش‌های اجرایی که داشتید چی بوده؟ و همینطور نحوه مرتبط کردن سیستم مدیریت عملکرد فردی و سازمانی به چه صورت است که بیشترین بهره‌وری را داشته باشید؟ من اون بحث مدیریت تغییر رو بگم. ببینید مدل مدیریت تغییر که من بگم که مثلا از مدل نمیدونم مثلا آقای مدل آتکار مثلا استفاده کردم، مدل مثلا فلان استفاده کردم، نه، من هیچ کدوم از اینا رو نذاشتم جلو خودم و مثلا استفاده کنم. ولی مدیریت تغییر وقتی شما مطالعه میکنی و مثلا خب کانسپتاش یاد میگیری، تو کارت بالاخره اثر میذاره و جایی که تصمیم میگیری یا والا کار رو در واقع طراحی میکنی به کمکت بیاد. مثلا خوبه که همیشه مثلا یه ائتلافی تشکیل بدی، مثلا یه سری آدمی که مثلا میتونی همراهشون بکنی رو، سری سفیر رو مثلا خلاصه شما انتخاب بکنی، رونا کار بکنی. خوبه که مثلا قبل از این یه سیستم رو شما برای همه شرکت ران بکنی، تو فاز پایلوت با یه تیم کوچیکتری در واقع کارو جلو ببری. خوبه که جواب سوال واتس اینت فور می رو در واقع داشته باشی، یعنی اینکه آقا به هر آدم بگی من خودم هر وقت که مثلا برای مدیرا مثلا حالا آموزش میذارم، براشون کارگاه میذارم، شاید 20 دقیقه فقط راجع به این در واقع باشون گپ و گفت میکنم و سوال میپرسم که اصلا ما برای چی دور هم دیگه جمع بشیم. رفتم یه جایی میگفتم آقا اگه فکر میکنید که این به کارتون میاد اصلا جمع کنین کلاس بلندشین برید. اگه فکر میکنید که مدیریت عملکرد به کارمون میاد، این جلسه گرونه مثلا چرا 40 نفر از مدیرای سازمان شما مثلا اینجا نشوندین و دارید به قولی وقت 40 تا مدیر میدونید چقدر در واقع هزینه این کلاس میشه، غیر از حالا هزینه‌های دیگه‌اش. و جواب این سوالو میدم بهشون که به چه کارشون میاد. ما این سوالو باید جواب بدیم به آدما که به اون ایمپلوی بگیم که این مدیریت عملکرد به چه کار میاد، به مدیر بگیم که این مدیریت عملکرد به چه کار میاد، مدیر عامل بگیم به چه کار میاد. این جواب واتس اینت فور می رو اگه شما درست در واقع طراحی کنید و درست کامیونیکیت کنید و آدما بگیرنش، تو چنج منیجمنت خیلی بهتون کمک میکنه و مقاومت ها رو در واقع میشکنه. محمود اول قسمت دوم فکر میکنم چی بود؟ علی جان، نحوه مرتبط کردن سیستم مدیریت عملکرد فردی و سازمانی که بیشتر بهره داشته باشه. رابطه خطی برقرار نکنید. یعنی
سیستم آبشاری و کسکیدینگ برقرار نکنید. یعنی نگید که مثلا مدل‌های BSc رو نمیدونم بالا دوستان چقدر آشنا هستن، مثلا میگه آقا BSc سازمان، BSc دپارتمان، BSc فرد، اصلا اینا دیگه اصلا کار نمیکنه. شما توی مدیریت عملکرد فردی سعی کنید مدیریت عملکرد فردی رو گام اولش که ست کردن انتظار و هدف گذاری و اینا باشه، به صورت چی رو بگم بهتون، مدیریت عملکرد سازمان صرفا یک ورودی باشه برای مدیریت عملکرد سطح فرد، رابطه خطی و فرمولی برقرار نباشه. یعنی اگه من یه اوکیاری گذاشتم مثلا برای تیم اچ آر، اون اوکی ها رو مثلا نگم این کی ریزالتش مال تو، این کی ریزالت مثلا مال تو، بعد انتهای کار بگم این کی ریزالت مثلا چقدر محقق شد، اگه مثلا 50% محقق شد شما مثلا میگم انتظار رو برآورده کردی یا نکردی، اگه سیستم مثلا امتیازیه که میگم نباید باشه مثلا بگی که 50 شدی از 100. این رابطه فرمولی اینجوری برقرار کردن این کار نمیکنه. من مثلا یه اوکی آر برای تیم اچ آر دارم، حالا میگم که مثلا نمیدونم مریم مثلا آرمین شما چه کانتریبیوشنی توی این اوکی آر میتونی داشته باشی. هر کسی سعی میکنه که حالا اون درفت اولیه حالا توافق نامه‌شو جوری بنویسه که به محقق شدن این به این اوکی آر در واقع کمک بکنه. حالا منم در واقع باشون میشینم چکشکاری میکنم و در نهایت به یک چیزی میرسیم. و زمانی هم که خواستم ارزیابی کنم نمیگم که اوکی آر محقق شد نشد، مثلا شما اینقدر میشی اونقدر میشی. نگاه میکنم این آدم تو چه شرایطی چقدر کانتریبیوشن داشته توی اون در واقع اوکی آر، و از تشخیص هم استفاده میکنم به جای اینکه صرفا به فکت های بیرونی نگاه کنم. و حالا توضیحش داره در واقع مفصل تره، ولی منظور اینه که دنبال این نباشیم که یه مدیریت عملکرد سازمانی به وجود بیاریم، درست بکنیم، بعد این رابطه فرمولی و خطی برقرار بشه با مدیریت عملکرد سطح فردی و اینا به صورت زنجیروار و آبشاری به هم دیگه متصل بشن. این چیز خوبی نیست. محمود داوودی از فروشگاه 7 پرسیده که فیدبک دادن بعد از مصاحبه چقدر اهمیت داره، چطوری بعد از مصاحبه نتیجه منفی رو به مصاحبه شونده اعلام کنیم، در فروشگاه زنجیری به دلیل رفت آمد زیاد نیروهای ناکارآمد وجود دارد، چطوری به نفرات ناکارآمد اعلام کنیم که قراردادشون تمدید نمیشه. فیدبک مصاحبه رو من خب تو فضای دیگه است، ولی فضای غیر از مدیریت عمل کرده، ولی اون جایی که خب طبیعتاً وقت نمیشه ما آدما تماس بگیریم و اینا، یا زیاد نمیدونم مثلا سیستم اس ام اس سیستم ایمیلی چیزی مثلا درست بکنیم و یه ایمیل مثلا به قول تمپلیتی وجود داشته باشه و در واقع ارسال بشه. و اونجایی که حالا رفت آمد زیاده و نیاز دارید که شما با آدما فیدبک بدید، گریزی ازش نیست. یعنی باید در نهایت با کسی اگه نمیخواید تمدید کنید یه جلسه مثلا حتی شده یه رو به 10 دقیقه حداقل باید باش داشته باشید، توجیهش کنید که به قولی عمل که به این دلایل قرار نیست عمل که در واقع قرارداد شما تمدید بشه. یعنی نمیشه اسکیپ کرد بگیم چون مثلا تعداد زیاده ما این کار انجام نمیدیم، مثلا طرف فردا بیاد مثلا انگشتش مثلا غیر فعال شده باشه. پریسا سامعی از فروشگاه اوشانک فکر کنم بشه، نحوه تاثیرگذاری مدیریت عملکرد بر فرهنگ سازمانی، خیلی کلی پرسیده. شما من توی خط در واقع جواب بدم، شما فرهنگی که میخواید رو، فرهنگ مطلوبتون رو از طریق مدیریت عملکرد میتونید ایجاد بکنید. فرشاد آقاجانی از گروه صنعتی زر پرسیده که چالش‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت عملکرد. همراهی مدیرا، همراهی گرفتن از مدیرا، توانمند کردنشون، تغییر نگرششون، به خصوص اگه تو محیط در واقع سنتی هستیم تغییر نگرششون خیلی کار سختیه. ببین مدیریت عملکرد، اگه میخوای مدیریت عملکرد درست بکنی باید جاهای دیگه اچ آر هم درست بکنی. یعنی
یکی از سختیاش در واقع اینه. شما وقتی مدیریت عملکرد میخواید درست بکنید، دیزاینش رو درست بکنید، باید جاهای دیگه تو اچ آر هم در واقع درست بکنید، چون هم اچ آر همش با هم دیگه باید کار بکنه دیگه. این سیستم پروموشن، سیستم مثلا نمیدونم جذب، سیستم کامپنسیشن، اینا باید در واقع درست کار بکنن. اینم یه به قولی چالش دیگه‌ش. فرزانه عرب از اسنپ پرسید که چطور فرد رو در جلسه بیان انتظارات به خودمون همراه کنیم و توافقات روی انتظارات اتفاق بیفته. مهارت‌های نرم لازم برای پیشبرد جلسات بیان انتظارات و بازبینی عمل کرد و فیدبک دهی لازمه. منظورش چه مهارت‌هایی؟ قطعا که سافت اسکیل نیازه، قطعا نیازه. حالا توی صحبت قبلی گفتم مثلا اعتماد سازی خودش خب یه سافت اسکیله، اینا قطعا نیازن. و نکته که خواستم بگم، درفت اول انتظارات رو بدید خود فرد بنویسه. یعنی اگه شما نیرو دارید و نسخه اولی رو شما ننویسید، بذارید خودش در واقع یک پیشنهادی رو بیاره. آدم وقتی خودشون یه پیشنهادی رو میدن، حتی اگه شما کلی هم روش اصلاحات بزنید، باز عرض به خدمت شما فکر میکنن که این به قولی کار خودشون، پیشنهاد خودشون بوده و تعهد بیشتری نسبت بهش دارن. بسیار روشنک مهرافزا پرسید که آیا ارزیابی 360 درجه میتونه ارزیابی درستی باشه؟ ببین کانسپت 360 خیلی کانسپت خوبیه، ولی به شرط اینکه عددی نباشه، فیدبک باشه. ارزیابی هم نباشه، فیدبک باشه. فیدبک 360 به شرط اینکه کامنت و توصیف باشه خوبه به نظر من. اگه عددی باشه و حالت ارزیابی داشته باشه، به نظرم کارایشو از دست میده. تا تجربه من میگه، مطالعات میگه. دوباره توی سوال دیگه پرسید که آیا این درست است که بعد از ارزیابی کارکنان امتیاز کسری توسط کارمندان در تمامی واحدها با هم سنجیده شود و نفرات برتر از این طریق معرفی شوند؟ نه، اصلا ما آدما رو با هم دیگه مقایسه نمی‌کنیم. ما هر فرد رو با خودش مقایسه باید بکنیم. هر روشی، هر مدلی، هر فریم ورکی که به نوع آدما رو با هم دیگه مقایسه می‌کنه تو مدیریت عملکرد از بیخوبان اشتباه. توزیع اجباری هم چون در واقع، حالا اینو نکته بگم، چون زیربناش مقایسه است، اشتباه. مهنوش صفایی از شرکت ایران تابلو پرسیده که مهمترین اهداف و اولویت‌هایی که میبایست در یک دوره عملکرد روی آنها تمرکز کنیم کدامند؟ اون چیزی که به بیزنس کمک میکنه دیگه. و اینا ببین به یه نکته بگم، ما وارد محتوای مدیریت عملکرد نمیشیم. من اچ آر نمیرم نگاه کنم که مثلا فلان مدیر چه توافق نامه ست کرده با نیروش. من وارد این نمیشم. من ببین من علی آبروشن، الان معاون مثلا اچ آر علی بابا، عرض به خدمت شما که فقط نگاه میکنم که مدیر عامل با دایرکت ریپورتاش آیا انتظار رو ست میکنه نمیکنه. دسترسی هم دارم، نگاه هم میکنم که چی ست کردن با هم دیگه، ولی نمیرم میگم که آقا این کمه زیاده، مثلا اینو مثلا زیادش کن، کمه مثلا چرا مثلا برای ایشون اینو گذاشتی، برای ایشون مثلا اینو گذاشتی. یا اگه هم بخوام نظری بدم، نظرم حالت در واقع چیز داره، نظر از جنس پیشنهاد داره، از جنس مثلا توصیه است. اچ آر نباید محتوا رو کنترل بکنه، اصلا نمیتونه این انجام بده. اچ آر توی مدیریت عملکرد نقشش طراحی پروسه است، تسهیل کردن فراینده و عرض به خدمت شما این پاور کردن مدیرا برای اینکه بتونن حالا گفتگوهای بهتری داشته باشن، اعتماد سازی کنن و حالا فیدبک بدن و این حالا ارزیابی و این فرآیند رو به نحو بهتری در واقع انجام بده. ما وارد محتوا نمیشیم. بسیاری. علی جان ببخشید ما توافقمون 1 ساعت بود و 20 دقیقه از تایممون تجاوز کردیم. اگه اجازه بدید ما رو همون 1 ساعت و نیم ببندیم موضوع رو و این 10 دقیقه رو در اختیار دوستانی قرار بدیم که تا این لحظه حضور داشتن و دوستان که تمایل دارن سوال خودشون رو بپرسن و الان فرصت نشده ریز هند کنن تا سوالشون رو بپرسن. من در خدمت.
خانم لسانی بفرمایید. آقای یا خانم لسانی ببخشید. سلام سلام. صدام هست؟ بله. اولا تشکر کنم. من جلسه پیش هم از سوال پرسیدم عذرخواهی می‌کنم. خواهش می‌کنم. می‌خواستم ببینم برای اینکه ما در سطح سی لول ها و حالا مدیران بالا بخوایم قضیه رو اجرا بکنیم، سیاستمون باید تعریفی باشه یا مثلا حالت الزام باشه؟ یا مثلا ما بیایم با مدیران گروه هامون مثلا جلسه داریم، میگن خیلی کار خوبیه، حالا حال نداریم اجرا کنیم یا سختیم یا هر چی، این بعد هی باشون گفتگو کنیم، هی سعی کنیم فرهنگش رو جا بندازیم، یا دیگه یه جایی بگیم آقا فورس شده دیگه، از اینجوری گفته اجرا کنید، خوبه داری اجرا کنید دیگه. ببینید اینم جواب بله خیر نداره. خب که من تاج من بگم که مثلا حتما الزام بکنید یا مثلا اصلا الزام نکنید، خیلی مثلا حالا به فرهنگی مثلا به موضوع نگاه کنیم، ولی تهش مدیریت عمل کردی در واقع میمونه، کار میکنه و اثرگذاره که درونی باشه، یعنی مدیرا براشون درونی شده باشه. یعنی روزی شما هم نبودی، مدیر اچار عوض شد، نمیدونم اصلا کل تیم اچار رفت، اونا باز کار خودشونو بکنن. خب و به همین دلیل شما باید اصلا اون لایه شناختی مدیراتون رو تحت تاثیر قرار بدین، یعنی این طرف باور کنین که این به کارش میاد. حالا برای اینکه لابلای کاراش گم نشه، شما یه الزام ریزی هم میذاری، مثلا یه ددلاینی هم میذاری، میگه مثلا تو این 2 هفته، تو این 3 هفته مثلا فیدبک بده، تو این 2 هفته 3 هفته مثلا نمیدونم هدف گذاری بکن. یه الزام ریزی هم میذاری که کار به قولی از دست مثلا در نره و مثلا مدیرا توی اون فریم ورک بیان و مثلا کارشون انجام. ولی اینجوری نیست که مثلا یکی انجام نداد تنبیهش کنی، نمیدونم به خیلی به روش بیاری، تو بوق و کرما بکنی، نمیدونم. نه، این تهش یک موضوع سافته، یک موضوع در واقع فرهنگیه. و جمع‌بندی کنم، به نظرم باید درونی باشه، باید در واقع مدیرا باور کنن که این به کارشون میاد، خودجوش انجام بدن. حالا شما یه الزام ریزی هم میکنی که مثلا با تو این بازی زمانی که من میگم مثلا انجام بده، اگه یکی هم انجام نداد تو 2 هفته بعدش انجام داد بازم اوکیه. یکی هم کلا انجام نداد، سری بعد مثلا عرض به خدمت شما سعی میکنی مثلا بهش بگی که ببین فلان اونجا اگه انجام میدادی نیروت مثلا اینجا نمیرفت، نیروت اینجا استعفا نمیداد، اگه مثلا این کارو انجام میدادی با این آدم گفتگو میکردی مثلا کار به اینجا نمیکشید مثلا. بازم سعی میکنی که، یعنی من خودم الگوم توی سازمان‌ها معمولا این شکلیه، میگم سعی میکنم که به جای اینکه خیلی با تشر و نمیدونم مثلا با داد و هوا رو با مثلا نمیدونم جنگ و دعوا یک موضوع رو جا بندازم، سعی میکنم اعتماد ایجاد کنم، همراهی ایجاد کنم، اونا خودشون خودجوش بیان این کار انجام بدن. این پایدارتره به نظر من و اثر در واقع ماندگارتره. بله، دست شما درد نکنه. من یه چیز دیگه هم بپرسم. یه سوالی که دوستان انجام میپرسن برای منیجر از ما، این که من این کاری که دارم میکنم چه فرقی داره با اون تودو لیستی که حالا اون جیرایی که دارم، همه چی معلومه دیگه، من هم کپاسیتیشو میدونم، هم ولوسیتیشو میدونم، همه چی رو جیرا هست، یعنی چه به تو دردی میکنه. حالا من یه جوابی که دادم که این با تودو فرق داره، شاید مثلا اساس رشدی توسعه‌ای توش بذارید یا اصلا همون جیرا رو پرفورمنسی بذارید. حالا یه خورده براشون سخته، گفتم اگر اینجا یه راهنمایی دارید که من بتونم لاین منیجر رو بگم. من ببین اینو خیلی سوالات خیلی دقیق بود. اینو از من توی این کلاس‌ها و توی این کارگاه به خصوص وقتی که برای بچهای تک میذارم خیلی میپرسن. خب چون مثلا تکیا و پروداکتیا و اینا عرض به خدمت شما همیشه یه تاسک منیجمنت خیلی خوب دارن، یه در واقع بکلاگی وجود داره، مثلا معلومه که کی چه کاری انجام داده یا کی قراره چه کاری انجام بده و اینو خیلی میگن. جواب من اینه که ببین مدیریت عملکرد تاسک منیجمنت نیست. اصلا من انجامش نمیدم که به مدیریت عملکرد 2 تا فلسفه کلی داره. من مدیریت عملکرد انجام نمیدم تا کار اتفاق بیفته. کاری که بالاخره تو طول روز با گفتگو چه بکلاگ باشه چه نباشه بالاخره بکلاگ بهش نظم میده. بالاخره کار جلو میره و اتفاق میفته. مدیریت عملکرد 2 تا فلسفه کلی داره. یک، اولین فلسفه‌اش اینه که من دارم
اون تیکه بحث ارزیابیش پررنگه که من دارم یه مبنای مشروعی ایجاد میکنم تا یه سری تصمیمات پرسنلی بگیرم، مثلا برام ارتقا بدم، مثلا افزایش حقوق بدم. خب پس این یه فلسفه دیگه که الان فلسفه غالبه و این دوتا فلسفه هم با هم دیگه به راحتی جمع نمیشن، یعنی یه پارادوکسی این وسط هست، این دوتا با هم دیگه به راحتی جمع نمیشن. یه فلسفه دیگه فلسفه توسعه است، فلسفه رشده که فلسفه غالبه و به قول شما من توی اون مثلا اگریمنت این که مثلا شما تیم ورک رو مثلا باید تو خودت باید تقویت کنی، انتظار دارم نمیدونم شما همکاری روونتری با فلان تیم داشته باشی، انتظار دارم که مثلا عرض به خدمت شما کیفیت مثلا کارت خلاصه بهتر بشه، نمیدونم انتظار دارم که فلان مثلا همکاری بین این دوتا تیم مثلا اتفاق بیفته، فلان کانفلیکت بین مثلا این دوتا تیم از بین بره. یه سری موضوعات اینجور هیچ وقت تو تاسک منیجمنت در واقع نمیاری و خدمت شما عرض کنم که مثلا میگم حالا من توی اچ آر ممکنه که از مثلا مدیر جذبم بخوام که آقا شما کیفیت در واقع فرآیند جذب رو مثلا بهبود بده مثلا. این خب یه در واقع گزاره کلیه، این بعدها در واقع شکسته میشه میاد تو رو توی روزمره قرار میگیره. ممکنه کیفیت فرآیند جذب امروز باشه که مثلا من تو یک ماه اول بگم یه ATS مثلا برام در واقع بیار و یه ATS در واقع داشته باشیم. ماه دوم ممکنه این باشه که آقا مثلا هایرینگ منیجرات رولشون رو بهتری در واقع بازی بکنن توی فرآیند جذب. پس متفاوته، واقعا متفاوته. حالا باید مثلا من برای اینکه یه خوردم عملی تر بهشون بگم معمولا یه چیز براشون میارم، یه سری حالا فرم مثلا تاسک منیجمنت رو خدمت شما عرض کنم، بکلاگ و این داستانا، و یه فرم تکمیل شده یه توافقنامه. در واقع توافقنامه توی سطح مفهومی تر و انتزاعی تری شکل میگیره، اون خیلی ریزه، اون خیلی با جزئیاته و تمرکزش هم معمولا روی رشد و توسعه آدم است. خیلی متشکرم. وقت باشه که دوستان دیگه هم آسینام بکنم. ممنونم. زنده باشید. سینا جان ممنون میشم سوال تو بپرس. سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم از وقتی که دارید ببنده. یه سوالی که بنده داشتم توی حوزه همون اتصال مدیریت عملکرد به پرداختی ها و ریاله. ما در مجموعه‌ای که مشغول به کار هستیم از اونجایی که مدیر عامل ما نگاه خیلی مهندسی به همه قضایا و سیستم‌های مدیریتی خودش داره، به راحتی قانع نمیشه که ما این اتصال رو دیسکانکت بکنیم. چطور به نظر شما میتونیم قانع بکنیم این فرد رو که مدیریت عملکرد مزایایی خواهد داشت در شرایط، البته که از معایب اتصال هم آگاهه ها، یعنی ما بهشون گفتیم که این اتصاله باعث شده که فرضاً صرفاً مدیران به خاطر شرایط اقتصادی که الان کشور داره نمراتی رو بدن که فقط یه عددی پرداخت بشه برای بچه ها و عملاً از ولیدیتیش کاسته شده و موضوعات دیگه. ولی چطور میتونیم قانعش بکنیم که اگر ما این اتصال رو برداریم تضمینی بر اجرای درست و صحیح این فرآیند بعد از اون موضوع وجود داره همچنان؟ بله. عرض به خدمت شما اگه دیدن واقعا، خب اگه اون معایبش رو واقعا دیدن، خب یعنی من روزی اون دیگه بحث نمی‌کنم. خب چون خودش مثلا من می‌خواستم چند سوال از خودتون بپرسم و مثلا بگم که به چی وصل کردید، بعد مثلا چجوری داره اتفاق میفته، تو همین سوال و جوابه در واقع در میومد کار. ولی اگه واقعا دیدن و الان سوال اینه که خب من اگه حذفش بکنم چطور میتونم تضمین کنم که اتفاق میفته، من دو تا در واقع چیز دارم. یکی این که میگم مدیرا رو به این باور یعنی نه الزام برسونید که آقا این به کارتون میاد. خب این اگه ما مدیرا به این باور برسن اونا این کار رو انجام میدن فارغ از این که به چیزی متصل باشه یا نباشه. دو، به پروموشن همچنان متصل نگهش دارید. یعنی که کسی اگه قرار پروموت بشه حتما دیتای ارزیابی عملکردش دیده میشه و به عنوان یه ورودی در نظر گرفته میشه. خب اینجوری آدما مدیریت عملکرد رو جدی میگیرن و اتفاق میفته. الزامی نداره که به پرداخت متصلش بکنه. حالا راجع اینکه به پرداخت متصل باشه خودش خیلی حرفه
که میشه ثابت کرد که یعنی نتایج جاهایی که متصل کردن رو میشه مرور کرد یا حتی خودتون الان دارید در واقع کار میکنید. خیلی خلاصه بگم، من از دقیقا همچین دیالوگی جای شکل گرفت و ازشون پرسیدم که خب شما دارید کارانه میدی مبتنی بر عملکرد؟ گفتم بله داریم کارانه میدیم مبتنی بر عملکرد. گفتم که میانگین امتیازات چنده؟ گفتن بین 90 تا 100. خب گفتم خب این دیگه پرداخت متغیر دیگه نیست، این پرداخت ثابته. این پرداختی که روی 90 تا 100 باشه از نظر من پرداخت ثابته. خب اونو بلند کن بیا روی حقوق طرف بذار که دست توی جذب در واقع بازتر بشه، بتونی راحت‌تر آدما رو جذب بکنی. دیگه اسم حالا چیزام روش نذار، اسم پرداخت متغیرم دیگه روش نذار. و عرض به خدمت شما که کار نمیکنه. بعد وقتی شما پرداخت ببین، هر چقدر شما موضوعاتی که مستقیما تحت تاثیر نتیجه ارزی عمل کردن اینو بیشترش میکنی و در واقع اتصالات به مدیریت عملکرد بیشتر میکنی، داری دمای مدیریت عملکرد داری میبری بالاتر. وقتی دمای مدیریت عملکرد رفت بالاتر، آدما دیگه نتیجه ارزیابی براشون مهم میشه. جنگ و دعواست کلا. من مثلا 5 شدم یا 4 شدم، 90 شدم یا 80، انتظاراتو برآورده کردم یا نکردم فلان. کسی دیگه خیلی به رشدش فکر نمیکنه، کسی دیگه خیلی به توسعه فردیش دیگه خیلی نگاه نمیکنه، همه دنبال اون عدده هستن. و ضمن اینکه زمانی هم که خواستین هدف گذاری کنید و انتظار ست کنید، میره هدفی رو میذاره، میره انتظاری رو ست میکنه که میتونه اونو بزنه و میتونه پاداششو بگیره، نمیره اون چیزی رو بذاره که به نفع شرکت یا مثلا خودش رو رشد بده یا سازمان رو رشد بده. خیلی ممنونم، مرسی، تقریبا جوابم گرفتم. و یه سوال دیگه که داشتم توی حوزه‌ای که فرمودید شایستگی عملکرد نیست، چند بارم اینو مؤکداً تاکید کردید. توی سازمانی که یادگیری به عنوان ارزش تعریف شده، میزان پیشبرد IDP که بر مبنای شایستگی ترسیم و تنظیم شده میتونه در عملکرد دیده بشه یا خیر؟ نه. ببینید من نمیگم که شایستگی مثلا یا IDP نوشتن اینا بده، نه خوبه، ولی هر چیزی باید جاش استفاده بشه. من به همکارم میگم که از عملکرد راضی نیستم، عرض به خدمت شما انتظارات رو به این دلایل برآورده نکردی، ولی دمت گرم که مثلا رفتی اون دوره رو دیدی، دمت گرم، ولی من هنوز اثرش رو تو کارت نمیبینم. و از نظر من عملکرد شما انتظارات رو برآورده، یعنی شما انتظارات رو برآورده نکردی، اینم لیبلش در تیکش و تمام. ولی تشکر میکنم ازش، ممنون هستم ازش، بهش میگم که اگه در واقع نیاز هست بازم مثلا نمیتونم کمکت بکنم یا تسهیل کنم این مثلا کارو برات، بازم کنارش هستم، ولی این دخلی به عملکردش در واقع نداره. خیلی ممنونم از توضیحاتتون. زنده باشید. علی جان فکر کنم دیگه یه سالم داشته باشیم و تموم کنیم. آقای خانم فرد میشالله اسمشون کامل نیست. سلام، کیمیا هستم، شیرازی فرد. خوب هستین؟ خسته نباشید. خوبی؟ مرسی شاهور. ممنون از همه جلسات خیلی خوب کاربردی اول از همه و سریعتر برم سر اصل مطلب. راستش اون نکته‌ای که الان امروز گفتین که ما هیچ وقت مدیریت عملکرد رو نیاین کاسکیدی بیاریم پایین، یهو برای من خیلی عجیب بود. یعنی خب چجوری پس بعد این رو خورد کنیم از هدف بیزنس و بیاریمش پایین؟ اینو چجوری میشه توضیح بدید؟ ببین ترکیب تاپ داون و باتم آپه. خب ببین مثلا شما، حالا من تو روی کردم مثلا یه خورده روی کرده اوکیاری مثلا بگم، این توی اوکیار مثلا میگیم که سازمان اوکیار کلیشو مثلا مشخص میکنه، ابجکتیو کلیشو مشخص میکنه، حالا مثلا نظر گرفته و از مثلا حالا مدیرا و بعد تیم ها خودشون میان پیشنهاد میدن که مثلا من تو راستای تحقق مثلا اوکیار سازمان، من اچ آر چی کار میتونم بکنم، چه اوکیار هایی برای خودم ست میکنم که اون اوکیار محقق باشه. بعد تیمای زیر مجموعه من توی اچ آر باز نگاه میکنن که مثلا من اگه 2 تا اوکیار گذاشتم برای اچ آر، تیم کامپنسیشن هم چه کار میتونه میکنه در راستای اون.
گاهی ممکنه که همه تیما نتونن کانتریبیوشن مشخصی داشته باشن، خیلی ارتباطی بهشون نداشته باشه، خب یه اوکیار دیگه ست میشه. و عرض به خدمت شما که حالا توی داستان اتصال مدیریت عمل کرده سازمان و به فرد، اینجا باید عرض به خدمت شما که شما به مدیر اینجوری میگید که آقای مدیر، شما یک سازمان ازت یه انتظاری داره، اون انتظارات در قالب مثلا یه سری ابجکتیو و اوکیار و اینا، مثلا اگه فرض بکنیم که منیجمنت سیستم ما اوکیار، حالا مثلا چیز دیگه ای نیست چون حالا منیجمنت سیستم های دیگه هم داره، اگه این انتظارات از سمت سازمان اومده، حالا بیا ببین که آدما مثلا در راستای این اوکیاری که مثلا برای تیم جذب، مثلا خود مدیر جذب اومده مثلا گفته که آقا من این کار رو انجام میدم، این اوکیار رو مثلا با هم دیگه ست میکنیم در راستای تحقق مثلا اوکیار چیز اچ آر، بعد مدیر جذب میشینه با مثلا 5 نفر اگه نیرو داره میگه که فلانی مثلا تو چه به قولی چه انتظاری با هم دیگه ست بکنیم، چه کار میتونی، چه کمکی میتونی بکنی به عرض به خدمت شما محقق شدن اوکیار جذب. ببین اینجوری تعاملیه، خب یعنی مثلا از بالا میاد، خب بعد جهتگیری کلی از بالا میاد، بعد پایینیا میگن من چطور میتونم به این کمک بکنم، یعنی ترکیب تاپ داون و باتم اپه اینجا. ولی بی اس سی یا مثلا حالا روی کرده سنتی کاسکید میکردن، توی اتاق دربسته تیمی مینشست، یه تیمی که مغز متفکر این داستان بود و اونجا مینشستن و عرض به خدمت شما برای کل سازمان علت معلولی پایین میومدن، مثلا میگفتن که آقا سازمان باید مثلا این کار رو انجام بده، این توسعه رو داشته باشه، بعد برای اینکه اتفاق بیفته واحد اچ آر باید این کار رو انجام بده، تیم سی ان بی تو اچ آر باید این کار رو انجام بده، این تا پایین میومد. یعنی یه تیم مشخص مثلا 4 5 نفر یا 10 نفر برای کل سازمان برنامه‌ریزی میکرد. این رابطه خطی فرمولی کاسکیدینگ الان دیگه مثلا خیلی چیز نداره، خیلی دیگه به قولی اثر بخشی نداره. میگن که آقا شما جهتگیری کلی مشخص کن، بذار آدما بیان و تیما خودشون بیان بگن که آقا ما چه کمکی میتونیم به این بکنیم. ترکیب تاپ داون و باتم اپ توی رفت و برگشت هم اتفاق میفته، یعنی میرن برمیگردن تا فاینال بشه. باشه مرسی. پس همچنان اون خورد میشه میاد، ولی با این مدلی که ما خودمون از آدما بخوایم که کانتریبیوت کن، خودت چیکار میتونی که اون انگیجمنت بره بالاتر و طرف اون حس موتیویشن بیشتری داشته باشه که این چیزی که خودم گفتم پس بهش بیشتر اکانتبل هم بیشتر. حالا یه تیمی هم در واقع اینجا بتونه مثلا باشه یه خورده الاینمنت مثلا اچ آر رو مثلا ببخشید الاینمنت اوکی آر رو مثلا نگاه بکن، یا مثلا اوکیارا عمودی و افقی مثلا با هم دیگه همسویی دارن، اوکیارا که مثلا ما پیشنهاد گرفتیم از آدما در راستای همدیگه هستن، در همدیگه رو تقویت میکنن، اوکیاری با اوکیار دیگه در تضاد نباشه، مثلا با هم دیگه همپوشانی نداشته باشن، اورلپ مثلا نداشته باشن، یا من یه کاری انجام ندم خلافش توی تیم دیگه مثلا اتفاق بیفته مثلا. آره ولی همین خیلی منعطفه، خیلی رفت و برگشتی و منعطفه، ولی اون سیستمای مثلا کاسکیدینگ و اینا ریجیدن اصطلاحاً. خب میگم یه تیم 4 5 نفره میشینه برای کل سازمان از بالا به پایین خیلی علت معلولی و خیلی به قولی ریجید میشینن برنامه‌ریزی. یه سوال دیگه گفتین که وصلش کنیم به در واقع ارتقا خیلی بهتره تا به چیزای دیگه وصلش کنیم. اگر کسی مثلا براش مهم نباشه ارتقا، یا مثلا تازه اومده باشه بگه حالا مثلا من میدونم توی این سازمان باید کلی کار کنم تا برسم به نقطه ارتقا و در واقع اون انگیزه رو نداشته باشه، خب ما هر چقدر هم مثلا براش هدف بذاریم یا بگیم تو بیا کمک کن، میاد یه چیزای ساده‌ای میگه، اونو چجوری باید هدایت کنیم که به یه مثلا اهداف چالشی تری انتخاب کنه، یه ذره مثلا اون توسعه خودش رو بیشتر ببینه تو این قضیه و اینکه خب بیشتر هم کانتریبیوت کنه، اینجوری فقط نباشه که رباتی بیاد بگه من مثلا میخوام کارمو بکنم و برم تموم شه، از اینجا مثلا ساعت 5 برم کاری به شما نداره. ببین آدمی که اینجوریه خب و شما میخواید که مثلا یک عرض به خدمت شما که فراتر از در واقع انتظارش بره، خب فراتر از انتظارات در واقع بره و مثلا یه کار دیگه انجام بده، فراتر از حالا موضوع بره، با پول هم این اتفاق نمیفته.
با پاداش هم اتفاق نمیافته. و عرض به خدمت شما که من برگردم دوباره در واقع به سوالتون که یه بار دیگه بگید، من یه لحظه ذهنم پرید. ببخشید. من گفتم کسی که مثلا خودش تازه اومده و میگه که من حالا پروموت شدن نشدنم برام مهم نیست، مثلا اومدم تو علی بابا و همین که بیاد تو رزومم من 2 سال تو علی بابا توی یه پوزیشن بودم برای من کافیه. برای ما هر چقدر هدف میذاریم براش مثلا براش مهم نیست. ببین من همیشه اینجوری میگم، یعنی شما یه آدمی میاری، خب فرضاً بر این میذاری که مثلا حقوقی که به یه آدم میدی مارکت ولیو یه آدمه. یعنی مثلا اگه شما داری مثلا 40 تومن به یه آدم میدی، واقعا تو مارکت 40 تومن میارزه. خب میاد وارد سازمان میشه، چند تا حالت پیش میاد. یا اینکه اون انتظارات شما رو برآورده میکنه در سطح در واقع نرمال acceptable performance داره، خب داره حقوقش رو میگیره، دمش گرم، ما هم ممنونیم ازش، داره حقوقش رو داره میگیره. اگر اون آدم عمل کردی پایین‌تر از در واقع انتظار ما داشت، خب یه بار یا 2 بار فیدبک میدیم، اگه اتفاق نیفتاد خداحافظی میکنیم. یعنی یه بار بهش فیدبک میدیم انتظارات من در واقع من مدیر مثلا اینه، انتظارات رو برآورده نکردی، یه بار فیدبک میدم، بار دوم بار سوم بالاخره خداحافظی میکنیم. اگه اون آدم عمل کردش در واقع عالی بود، خب میگم که دمت گرم، مرسی، و خلاصه پاداشش در واقع معنویه، قدردانیش معنویه و ممنونم ازت و از این صحبت. اگه 2 بار 3 بار 4 بار این عمل کرده عالی رو تکرار کرد، توی مثلا چند تا راند این عمل کرده عالی رو تکرار کرد، من متوجه میشم که این آدم احتمالاً کارهای فراتر از این هم میتونه انجام بده، مسئولیت بیشتر از این هم میتونه داشته باشه، پس میام کاندید پروموشنش میکنم. ببین توی این داستان مثلا نیازی پاداش ندارم. یعنی این تصور غلطیه که بگیم که ما برای اینکه آدما انگیزه کار طرف اصلا استخدام شدید، شما یه حقوقی داری میگیری برای اینکه یه کاری انجام بدی تو سازمان، یه اثری بذاری تو سازمان. اینکه من طرف رو بیارم بعد حالا با پاداش هولش بدم که یه کاری رو انجام بده، این تصور از بیخ در واقع اشتباهه. مخصوص شرکت‌های ما هم نیست. حالا میگم ببین تو دنیا میان مثلا میگن که آقا شما اگه میخوای کاری کنی که طرف متفاوت باشه یا فراتر از باید انگیزه رو درونی کنی براش. بعد با درون خودش تمام کار بزرگ تو دنیا درونی اتفاق افتاده. و اگه نگاه کنید الان مثلا اگه میگن که مثلا گوگل نمیدونم با OKR گوگل شد، OKR توی گوگل به هیچی متصل نبود. حالا یا مثلا نمیدونم روی موضوعات خیلی کمی اثر رابطه فرمولی برقرار نکردن یا نمیکنن، نمیگن OKR 50% شد شما 50,000 تومان پاداش میگیری. ولی میگن که آره اگه 3 سال گذشت 2 سال گذشت، میگن این آدم روی OKR مثلا این اثر رو گذاشت، این کانتریبیوشن رو تو موفقیت سازمان داشت، حالا ما بیایم مثلا یادم سهام بدیم، حالا بیایم مثلا نمیدونم کاندید پروموشنش بکنیم که بره مثلا مسئولیت بالاتر بدیم بهش. این نگاهی که ما آدما رو میاریم و این پیش‌فرض که آدما کار نمی‌کنن مگه اینکه محرک در واقع پولی و پاداش براشون بذاریم، به نظر من اشتباهه. و البته دنیا هم همینو میگه، یعنی نگاه در واقع غالب الان همین. زنده باشید. خب مرسی علی جان، خسته نباشیم. دوستان ممنونم که تا این لحظه حضور داشتید. اگه پند اندرزی به عنوان حسن ختام دارین ممنون میشم. به بازخوردی که هستم که سوالا داشتین. اختیار صبر داشته باشید. به نظرم پرکتیس ها رو ببینید. عرض به خدمت شما که ببین پرکتیس ها رو ببینید، منظورم این نیست که مثلا ببینید مثلا فلان شرکت چی کار میکنه ما همون کار انجام بدیم، ماهیگیری رو ازشون مثلا یاد بگیرید. برای این شرکت برای چی داره همچین کاری انجام، تو چه کانتکسی مثلا داره این کار انجام میده، اون کانتکست رو مثلا در واقع مثلا اگه نتفلیکس فلان کار انجام میده تو چه شرایطی داره انجام میده، آیا منم مثلا اون شرایط مثلا برای منم پیش بیاد منم میتونم انجامش بدم. آره بعد تو مدت عمل کردم صبر واقعا نیاز، یعنی چیزی نیست که حالا 6 ماه و مثلا 1 ساله، بعضی وقتا 2 سال 3 سال 4 سال بعد کار کرد تا شکل بگیره. بسیار عالی، ممنونم ازت مجددا از اینکه دعوتمون رو پذیرفتی و 2 جلسه. خواهش میکنم. ممنونم، خسته نباشید.
شب همگی بخیر. شب شما بخیر. خدا نگهدار. سلامت باش. مرسی رسول جان. خداحافظ.